به نام خداوند بخشنده و بی‌نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز میخواستم درباره مشکلی جامعه صحبت بکنیم. میخواهیم که حکومت تاجیکستان باید که برای از حق مردم مظلوم مهاجر دفاع بکنه و مثل دیگر حکومت ها، مثال و مثل قرقیز ها که امروز دارن صحبت میکنن درباره لطکوبی مهاجراشون یا که غیر قانونی کار کردنی، بگیم که کارگران مقامات روسیه میبراین صدا بلند میکنن، بگیم که اعتراض میکنن. سبب در چی است که حکومت ما امروز بگیم که صدا بلند نمیکنه؟ شما که میگه که ما صاحب استقلال هستیم، ما نمیدونم چیزی هسته. شما که صاحب استقلال نیستی. اگر صاحب استقلال میشده صدا بلند میکردی. قرقیز میام میزنه زمین سرزمین ما را میگیره، صدا بلند نمیکنی. بگیم که در روسیه تحقیر میشیم، بگیم که صدا بلند نمیکنی. شما برای چی هستی؟ شما منجری همین مردم هستی، باید به مردم خدمت بکنی. صورتی که شما بگیم که به مردم خدمت نمیکنی، بعد ما دعوت میکنیم که مردم بیای به انقلاب رو بیاریم که این مردم ای بین ببریم. بعد شما بگیم که نسبت مردمی که میخواه که شما را ای بین ببرن که شما با این ملت بگیم کار نمیکنی، بعد نسبت نفرهایی که میبرن صحبت میکنن دیله جنایی باز میکنی. شما شرم نمیکنی که برای ملت خودتان، برای سرزمین خودتان شما خدمت نکرده شده؟ بگیم که معاش گرفته شده از نامی که از نام همین ملت، همین ملتی که شما را اویلگ میتیه، همین ملتی که شما معاش میتیه، همین ملت است که شما داره 30 و چند سالش سری قدرت آمدگی نمیره. ما ملت دیرگیر و سختگیریم. شما یک دانسته بگیره که روز ساعتش میاد که شما باور کنه یگان چی یاردن تا نمیکنن. به همین خاطر برادران گرامی قدر، به طرف نباشه، در برنامه اشتراک بکنه، فکر نظرهاتون بنویسین. بگیم که ما 10 دقیقه دیر کردیم امروز. باور که در زیر نوار زیاد نویسن که امروز شما برنامه میکنه یا که نه. برادرای عزیز، من میتونم که روزانه ساعتهای بگیم که 3 به وقت اروپا شروع بکنم. پروست من میخوام که مردم بفهمم که در کدام وقتها مردم وقت دارن، بگیم که ما را پیگیری میکنن. و همین خاطر اولی من همون بالانس بگیم که تغییری کردگی نیستم. همیشه تغییری بکنیم که مردم کدام وقتها میتونن ما را پیگیری بکنن. انشالله که ما میتونیم که و بر وقتی 4 ساعت پیش بگیم که سر بکنیم، 5 ساعت پیش بگیم که من میتونم که برنامه سر بتیم. ایس پس انشالله که ما موضوع از زیاد دور و دراز نمیکنیم. برادرای عزیز، طول 2 ساعت میمونیم در این برنامه، پس ما خداحافظی میکنیم. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه، بگیم که لایک هاتون بگذاره، با یار و دوستاتون نوارا بفرسته. انشالله که امروز درباره شکنجه شدنی بگیم که مهاجرا صحبت میکنیم. خب چند نوارهای هست، انشالله که منم تقدیم شما میکنم. خب بر اثر تمیم‌ازن یک شخص در آتش فرار دیدند. پلیس خاموش که آمده پلیس خبر شدن خاموش آتش را خاموش کردند.
خاموش کنندگان آتش بدنی او را خاموش نمودند و او را به نقطه مرکزی خانه شدند. گروه سنیتری مؤسسه برای خاموش کردن باور کنی همین نوار یک پیشم برو اومد طرزی بگیم که آتش خاموش کنی یا که نمیدونم اینا آدم داره قریب بکشن نمیتونن همون لطه که زیدی آتش است یا که زیدی علاو است باید اونا بپیچونی علاو بمره متاسفانه 2 نفر نمیتونن که 1 نفر نجات بتین اینا اکی اسپیتان گذرونده شدن کاک بوده که اکی یک بگیم که اسپیتان گذرونده شدن که اینا میتونن اینا قریب اون بچه را میکشتن اون بچه تنش سوخت اینا یگون کار نکردن برای همین ملت یک ساحه را درست نکردن که در همون ساحه بگیم که خوب کار بکنن خب من این نوار یکی بر اومدگی بود همین یکی موندم خب این موضوع ما نبوده نکی خب موضوع ما مهاجرت است برادران گرامی قدر که مردم ما بگیم که لطکوب میشوه بگیم که یک نوار آوازی میخواهم که ای رادیو آزادی بمونم پس انشاءالله که در این موضوع صحبت میکنم. وزارت کارهای خارجه روسیه از حمله آمان به حمام صاحبکار قرقیز در شهر مسکو حمایت کرده تاکید کرده است که در این عملیات کمش 25 مهاجر با ویران نمودن قاعده بودباش در روسیه به جوابگری کشیده شدند. به احتمال زیاد 4 نفر آنها از روسیه به وطنشان اخراج می شوند ولی فعالان و مقامداران قرقیز از مناسبت تحقیرآمیز نهادهای قدرتی روسیه با مهاجران از کشوری کارشریک استراتژیک شدیداً به غضب آمده میگویند که این عمل مانند کار فاشیستان در دور جنگ دوم جهان است. کایو مرسیتا در این باره گزارش دارد. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید که تفتیش حمام شهر مسکو ضد شهروندان کدام کشور مشخص روانه نبود. این عملیات روز 10 اپریل در حمام بادراس در ناحیه تیمریازیوی مسکو گذشت. وزارت میگوید آن طبق نقشه دایر شده 59 کس از حمام به اداره پلیس انتقال یافتند. از این بین 25 نفر برای ویران نمودن شرایط بود و باش شهروندان خارجی در روسیه به جوابگری کشیده می شوند. نشر نوارهای عملیات پلیس روسیه در حمام صاحبکار قرقیز که در میان مهاجران معروف بوده است باعث به اعتراضهای شدید در جامعه قرقیزستان شد. من چون دیگر شهروندان قرقیزستان منتظر واکنش وزارت امور خارجه کشور هستم. این خودسری مقامات روسیه در نسبت شهروندان ما و عموما مهاجران نباید به این شکل ادامه کند. با نظر داشت آن چیزی که در روسیه در مقابل مهاجران از آسیا مرکزی روا دیده می شود. باید تاکید کنم که رهایی از ناتسیسم نه به اوکراین بلکه به روسیه ضرور است. تفتیش تحقیرآمیز مهاجران قرقیز در حمام مسکو با واکنش جدی وکیلان مردمی قرقیز هم مواجه شد. می خواهم حادثه لطکوبی دانشجویان پاکستانی را خاطر نشان کنم که در کشور ما روی داده بود. معاون سروزیر ما با پاکستانی ها واخورده از آنها عذر خواست. فعالان قرقیز به آنها غذا برده معذرت خواستند. وزیر امور خارجه پاکستان به بشکک آمد و سروزیر پاکستان ابراز نگرانی کرد. سروزیر ما چیکار کرد؟ حتی وقت پاکستانی ها را زدن من هم به میدان برآمده گفتم به خارجی ها نرسید. اگر تبهکاری کرده باشند طبق قانون جواب میدهند. آیا در روسیه یگان منصبدار چیزی گفت؟ آیا یگان نفری آنها اظهار تأسف کرده است؟ بعد از یورش پلیس صاحب حمام نوارهای را نشر نموده یادآور شد که تحقیر. خب برادران عزیز نگاه کنید که بگیم یک قرقیز میبرم یکی ما حکومت مو میخواهیم که نسبت ما بگیم که پشتیبانی ما بکنن. یک نفر برای ما گفت این دیده که ای حکومت قرقیزستان بگیم که در پارلمانش گپ رفته شده که بگیم که درباره اون پاکستانی ها مثال آورد که
بگیم که قانونشکنی کردن، مردم جنگ خوردن، مثال عذر پرسیدن. مثال این بچه دعوت کرد که مثال حکومتدارای ما باید ببراین بگیم که پشتیبانی ای ما بکنن. برآمدن حکومتداراشون بگیم که امروز پشتیبانی ای قرقیزها میکنن. سبب در چیه که ما مردم مخالف، مهاجر، همه کمبودی های حکومت پیشنهاد میکنیم، میگیم نه این کارا را باید بکنی. ما مخالفان دشمنی حکومت نیستیم، دشمن این ملت نیستیم. ما تنها شما را میگیم که ما آینه شما هستیم، ما کمبودی شما را میگیم. شما باید تحمل پذیر باشه، باید اصلاح پذیر باشه. صورتی که شما نه اصلاح میکنه، نه بگیم که پشتیبانی ای مردم میکنه، یگان چیز نمیکنه. با وقتی که ما بگیم با میدان ها مردم دعوت میکنیم، بعد شما زیق نشین که ما داریم بگیم که یک حکومت دیگر میخواهیم. همیشه رفتم دیگه ما انشاءالله که روز ساعت انقلاب انشاءالله که ما میگذاریم در میدان، مردم بگذار بدونن که کدام روز ما آماده ایم که بخیزیم یگان کار بکنیم. به همین خاطر ما دعوت میکنیم ای مردم شریف تاجیکستان که مردم شما نگاه کنید که این همین ظلم ها بالای مهاجران میشوه، بالای بگیم که شهروندای تاجیکستان در دیگر شهر و ناحیه های روسیه میشوه. یک بار صدا بلند نمیکنن، یک بار نمیگن که سبب در چی است که شما داره اینا شکنجه میکنه یا که لط و کوب میکنه. اینا این کارها رو نمیکنن. به همین خاطر است که برادرای عزیز ما دعوت میکنیم که بیای سرجم بشیم، این حکومتی ناتوان ما یک طرفه بکنیم، یک حکومتی بسازیم که ما همه شمول باشه. هر کس بتونه بگیم که طرفداری بکنه، تنقید بکنه. برای تنقید کردن این حکومت نباید آدم زندان برو بشینه. اینا اگر یک نفر نمیدونم یک بلاگر یا که یک نفر عادی در تاجیکستان اگر یگان کار میکنه، اینو در 3 مینوت دا بگیم همه آدم پیدا میکنن، بگیم که میبرند 10-15 سوتکه محکمش میکنن برای که یا که دشنام کرده است یا که تحقیق. ملت تاجیک خارزار در روسیه است. امروز مردم میلیون ها ویدیو هستند، میلیون ها نفر ها میبرند صحبت میکنن. یک نفر بگیم که نه از پاسول، نه از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان صدا بلند نمیکنه. ویدیو تا آخرش تماشا میکنیم، انشالله که پسان صحبت میکنیم. و لط و کوب مهاجران 5 ساعت ادامه یافته. همزمان با آن افسران روس به مثل غارتگران خزینه حمام را باز و تجهیزات آن را ویران کردند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از نقل امبودسمن و یا وکالتدار حقوق بشر قرقیزستان جمیله جمانبایووا می نویسد که عملیات در حمام مسکو از طرف اداره دادستانی و خدمات مهاجرت تفتیش خواهد شد. جمانبایووا این مسئله را با وکالتدار حقوق بشر روسیه تاتیانا ماسکالکووا بررسی کرده است. خب نگاه کنید که بگیم که حکومت ها میبروین برای ملت هاشون بگیم که صحبت میکنن با روسیه. سبب در چیه که شما شکنجه میکنه شهروندای ما را؟ متاسفانه امروز حکومت ما یک بار صدا بلند نمیکنه. برای چی صدا بلند نمیکنه؟ برای که اینا روسیه ای رحمانوف آوردگی موندگی در سر قدرت که داره امروز چندین سالها میشوه که رحمانوف در سر قدرت های. به همین خاطر که رحمانوف زمان کوتاه های، اگر کاری نمیکنن در روسیه ملت تاجیک، رحمانوف بگیم که میجش نمیپره. به همین خاطر دعوت ما همین است برادرای عزیز، بی‌طرف نباشه، بیاید در برنامه ها اشتراک بکنید، فکر نظرهاتون بگید. باید ما جسور بشیم، باید ما نوطرز بشیم، باید ما دفاع کرده بتونیم، باید ما یک کار بکنیم که بگیم که این رژیم ای بین ببریم. به همین خاطر برنامه ها میگذاریم، وقت جدا میکنیم برادرای عزیز، بگیم که میخواهیم یگان کار بکنیم. متاسفانه امروز بیننده ها به حد
тамошобино кам ҳастанд. хоҳиш мекунем бародарои азиз ки шумо бинависен дар зери навор ки кадом вақтҳо барои шумо муносиб аст бародарои азиз ки мо ҳамон вақтҳо бигем ки барномаро сар бикунем. ман метавонам ки бигем ки ҳозир агар касоне ки моро тамошо доре 5 соат пеш ман метавонам сар бикунам. 5 соат пешам вақт ҳаст ки ман метавонам ки ба буром суҳбат бикунам. агар ҳамин вақтҳо муносиб боша, ҳамин вақтҳо ҳам хуб аст. не ки агар барвақт боша, иншаалло ки мо коре мекунем ки ба барвақтӣ барномаро сар бикунему тӯлониш накунем. 1-2 соата барномаро бигем ки ба хотима бирасонем. ба ҳамин хотир бародарои азиз бинависе. тамом иншаалло ки бигем ки рӯзи шанбе иншаалло мо мегзорем ба барвақтӣ барномаро. иншаалло ки бигем ки куво мефаҳмем ки дар он маҳал моро бинандаҳо пайгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд. хоб бародарои азиз бо як навори дига аст ки аминам мехоҳам бигзорам, баъд иншаалло ки суҳбат мекунем. хоб В последнее время русские переключились из кавказцев на таджиков, делая их террористами. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. دوستان پیش از شنیدن فکر و نظر برادر ابوعمر خواستم به شما چیزی رسانم. با دقت گوش کنین که دیگر ملت ها چی میگویند به حق ملت ما. 2 دقیقه می باشد. پس از این سخن دارم آن حادثه که شد در روسیه با شهروندان قرقستان. То есть из чеченцев делали каких-то там зверей, опасных, там, взрывающих там, людей, запугивали. Потом перешло на Дагестан, потом на Ингушетию одно время очень сильно. И сейчас последнее на Ингушетии идет очень большие чистки, очень многих братьев забирают, подкидывают, пытают. Пусть Аллах избавит наших братьев в Ингушетии, на Кавказе, в целом в Средней Азии от таких тиранов и залимов, и их зульма. Таджики из всех среднеазиатских стран, именно почему таджики, я думаю, из-за того, что у них правитель залим, и он не уважает свой народ, и не защищает свой народ, и не отстаивает права своего народа. Из-за этого, видя, что они самое слабое звено, что их власть их не защищает. Поэтому, то есть таджики, их никто не защищает, у них нет прав, и их власть просто на них наплевательски относится, поэтому и такое отношение в России тоже. Если их, это не значит, что в соседнем Киргизстане или Узбекистане там лучшая ситуация, там намного. Там чуть-чуть может быть лучшая ситуация, не намного. Также их притесняют, также им подкидывают. И в России могут также подкинуть, но таджиков особенно делают, потому что абсолютно их права не защищают. Самый незащищенный слой из народов Средней Азии именно таджики, поэтому на них и отрываются. Они, обычно там вот мигрантов, таджиков, которые на стройке работали, прийти, проверку сделать документов, забрать, кто им мешает? Никто не мешает, они забирают. Теперь на них навешать всех там ярлыков, террористов, вот у тебя нашит там в телефоне, вот у тебя Коран там, среди книг, перевод. И все, докопался человек, террорист, и начал пытать. Убили, и потом инсценировали какую-то спецоперацию, и себе звездочки получили, звание получили. Пулевые ранения в области живота и груди, однако никаких следов крови под телами, как и во всем помещении, нет. Этих братьев, скорее всего, они в тюрьме запытали, там же расстреляли, потом, как у нас на Кавказе, потом одевают их в военную форму, им автомат подкидывают, вот мы спецоперацию сделали, расстреляли, защитили. دوستان و هموطنان، عجیب این است که دیگر ملت ها با خبر هستند که حکومت نیروهای امنیتی روسیه با مهاجران در این نوارها دیده می شود که چند کس بالی با خب برادران گرامی قدر درجه نگاه کنید که بگیم که مردم کافکاز چخیل فکر نظرهاشون دیده که چخیل تحلیل کردن که ما یک ملت هستیم که حقوقهای ما پایمال می شود و همین خاطر است که در روسیه دارن ما را بگیم که
همه ظلم میکنن، مثال یک نفر صدا بلند نمیکنن. به همین خاطر دعوت همین است که برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. باید ما ترس عدیل دور بکنیم، باید در برنامه‌ها اشتراک بکنیم، باید بگیم که اعتراض خودتون نبکنید. خواهش میکنم که کسانی که وارد میشه 2-3 دقیقه صحبت بکنه، با دیگران هم وقت بدین که دیگران هم فکر نظرهاشون بگن. امروز برنامه را کمی کوتاه میکنیم، به همین خاطر برادرای عزیز فعال باشه، بمونین، لایکاتون، کسانی که تازه در برنامه وارد شده آبونه شوه. برادرای عزیز، دستگیری شما پیشروی ما. ای برادرای عزیز، اگر ما ببینیم که مردم امروز در برای ما قرار داره، بگیم که ما انشاءالله که با یک قدم دیگر با پیشتر میریم برای انقلاب. خب اینجا چند برادرها هست، انشاءالله که قبول میکنیم، صحبت آغاز میکنیم. خب سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستی برادر عبدالخلیل. آوازم خوب میآید؟ بله، سلام علیکم، بفرمایید. امیدوارم شاد هستی، خوب هستی. تشکر، الحمدلله خوبیم. من معذرت میخوام و چند برنامه نتونستم در پیداچهاتون بدرم و خطیتون هم صحبت بشم، چون که کمبودی تلفن بود و حاضر فکر نظر خودم میگم بگم. برادر عبدالخلیل در برنامه برادر عبیدالله در اومدم، بعد گپ زدن کمی صحبت ها هم کردیم، کوتاه آخری برنامه شد و مرا دلم پوره شد در همین برنامه آخرش ده و یک چند نوارهای ای برادر، ای اکامون، ای پشتیبانمون بگیم در همین ملک غریبی، ای ایزد امون نشر کرد و همین گپ را گفتنی بدم که آوازم خوب میآید. شما چسبیدین؟ من شما نمیشنوم. بله، صداتون خوب است برادر عزیز. نمیدونم برادر عزیز اگر مشکلی در من باشه در زیر نوار خواهش میکنم نوشته بکنید که بگیم که مشکلی در من است. من اینترنت من یکی از بهترین اینترنت ها نباید بچسبه. من شک ندارم نکی اینجا پرابلم هم میدونید که در یوتیوب بهترینه، در استریم شما را میپینیم و میکشیم تماشا میکنیم، بهترینه. شما ما را قبول میکنید. من نمیدونم آواز ما خوب میروند یا که نه. شما بهتر آوازتون چسبیدیستم بسیاری بد. همین را اول بگم، نمیدونم من که در دیگه برادرایی که میدرویند چطوره نکی من اگه بگیم تلفن نوایم یا سیوش کردم خواهد به تلفن بدم چند برنامه موزه ندارم. هر بابشم نیستود یک کانال بگذاریم و مهم که آوازه ما بروم و برادرها بشنوم و همین همه خواستم بگیم برادر عبدالخلیل که همین آه فرزندای همین کی عزت امان، آه همین فرزندای عزت امان همین امامعلی را بگیرد. همین پدرنالت مادر و خطورت را همین آه دل فرزندای همین عزت امان بگیرد. آه همین عمرعلی قوت و آه فرزندای عمرعلی قوت همین امامعلی را بگیرد. آه فرزندای دلیل امامعلی، آه فرزندای زوقیبید و همه کسایی که مبارزه میبردن با همین حکومت نامردانه ما، آه فرزندای همه همین امامعلی را بگیرد و خدا خواب شیرین نبینه و برنامه هایی که ما شنیدیم وقتای اخیر اسلام تیوی و در برنامه گذشته خدا که استاد محمد اقبال خطی شما صحبت کرد، باور کنید بسیار میخواستم خطیتون بگم لیکن از سببی که تلفن نو بود و قیم بود در آمدن مستمر کردن استریم ایسر نو.
بسیار خوشحالم شدیم. استاد محیدین کبیری را ما تبریک میکنم و بسیار یک ضربه خوبی هم زد بر روی ترش نونورانی این لعنتی. و ما حاضر در مهاجرتیم برادر عبدالخلیل. من همین او بسیار نمیگم، یک استوریا که همین 2 روز پیش گذشت. در یک دام کار میکنیم، کوارتیر ریمون میکنیم. خیلی بعضی آدم زندگی میکنن، بعضی آدم‌هاش مسافر ریمون کردن. باور کنین اگر 20 تا نیروز گیره کپیدن، 20 تا نیروز گیره کپیدن، 20 تا میگرانت، ای 20 تا میگرانت 2 تاش قرغیز بود، 3 تاش узбек. представить میکنین که امو 2 تا قرغیز را قطعی 3 تا узбек در جاش проверка کردن، سر دادن. 15 تا تاجیکی دکومنت را کپیدن، همش را بردن عدل. ساعت 10 عبد کپیدن، ساعت 10 عبد کپیدن، 5 سحر سر دادن. شما باور میکنین؟ بله برادر عزیز، مشکلی در حکومت ای که حکومت مردم صاحبی نمیکنه. اگر مردم ما یک پشتیبان داشته باشه، اگر مردم ما یک بگیم که طرفداری در مهاجرت داشته باشه، باور که با این مشکلی به سر مردم تاجیک نمیاد. روسیه را میبینه که حکومت ما بگیم یگان واکنش نمیکنه، دیگه باور که چیکاره که بخواه روسیه بگیم که میکنه. من زیاد نفرها را میدونم که در همین ریدا پاسپورت روسی دارن، میروان شکنجه میشوند تا بگیم که پرویرکه میکنن، تا میفهمن که شنو تاجیک هم باشه پاسپورت روسی داره و اوجه شکنجه میشوند. متاسفانه امروز مردم صحبت نمیکنن، نمیبرن. برادر عزیز، ما برنامه ها را برای خاطر شما کردیم که شما بیایید بگیم که درد و علم هاتون بگین که مردم بشنوه. دیگر مردم آدمایی که واقعا ظلم داره بروی فکر همون ظلم هایی که نسبت شما کردگیم بروی صحبت بکنید که دیگر مردم های تاجیک در تاجیکستان یا که در دیگر منطقه ها بفهمن که شما در چه عذاب هستی، که ما سرجم بشیم و بگیم ناموس مردم بیدار بشه و بخیزیم یک کاری بکنیم که رژیم های بین ببریم. به همین خاطر دعوت های ما، برنامه ها گذراندنمون، انشاءالله ما همه مخالفین میکنیم که دیگر در یوتیوب تاجیکی بگیم که هر روز برنامه های خیلی نه که مثال خالی باشه. اگر در برنامه من نتونستی در برنامه برادر محمد اقبال یا که در دیگر عبیدالله دیگر بچهای گروهی بسیار یا که نمیدونم دیگر برادرها هستن، برادر پارتیزان هم برنامه‌اش سر کرده است، دیگه بیای برنامه‌ها در بروی فعال باشه، بروی فکر نظرهاتون بگین. برادر عزیز، من بگیم که برای بگیم که پرسموتر لایک نمیدونم برای این چیزا نیستم. هدف من سرنگون کردن انمی رژیم های. میخواهم که قطعی مردم یک جا باشن، میخواهم که یک کاری بکنیم که با فایده همین مردم باشه. هدف من این چیزه. هدف من بگیم که خودسنایی نیست، والله که خودسنایی نیست. و همین خاطر برادر عزیز بیاید دستگیری بکنید. برادر سردار تشکر زیاد، اینجا بگیم نفرها زیادن، میخواهم که 2-3 دقیقه صحبت بکنه. انشالله که وقت خالی باشه انشالله که من شما را پیوست میکنم با بگیم که صحبت بکنیم. اینجا چند نفر دیگه است، اینا قبول بکنیم. امروز برنامه طولانی نمیشه برادر عزیز، به همین خاطر خواهش همین است که بی‌طرف نباشه. کسانی که تازه وارد شده ابونه شوه بمونه. لایک برادر عزیز، لایکاتون سبب زیاد شدن بینندگان میگردد. خلاص اگر ما 200 دانه لایک داشته باشه ما را 16-17 هزار آدم بگیم که این برنامه را تماشا میکنه. طرف نباشه. ما معذرت میخوام گفتم میبرم حاضر در برنامه چند نفر تماشا کردن در این مومنت؟ 350 نفر.
الان 350 نفر من 350 نفر من امیدوار هستم که ای 170 تاش این прекрасно معلومه که طرفداری مخالفین هست. من اجازه بده همین 2 minut دیگه صحبت کنم. من یک قصه را نقل کنم که به نهایت کوتاه ممکن که همین چیز مثال به یک فایده میرسونم. در تای انبار خودم اگر دروغ بگم تا سحر نزیم با فیلم که یک بار دیگه گفتم خودتا من یک برادرم در همین جای کارش که بسیار همین توجیکا قطعش کار میکردن 24 ساعت فقط مخالفین تماشا میکرد پراپوسکر نمیکرد با اگر همش دیگه میدید که میکوف با ایسر نو چند قاش نظر تماشا میکرد نکی او لایک نمیمون подписаться نکرده بود کامنتاری هیچ نمیز فقط راست تماشا بعد امیخل بزیش کردن آچش بردن عدد چند بار در تاجیکستان بردن که بچت ها قطعی نمون فلان گروه ها پوشیده ایتا کراچی بیاید 3 ماه آچه همون را غم دادن همین بچه ای قهر ای نفرت 3 ماه در همتون подписаться کرده بود 3 ماه همتون پتریت لایک میمون وقتی که اوجه دیدن که نمیشوه اوچهش بسیاری بعد غم دادن گفت من را زن زد گفت که ای جانم سیر شدم میرم گفتم توکل به خدا گفت میرم گفت ای سمالیت میفرم گفت خیال میکنیم کل در همین ایرپورت میرم و یعنی پلپیچون میکنم میبرم گفت ای سمالیت برونم خونه رفتم گفت 2 ماه میگم 2 روز در خونه گفت دم گرفتم یگون گپ نبود این قلعه که من موندم این کامنتاری که من هستم در همشون подписаться قطعشون میدرم هم صحبت میکردم یگون گپ نشید بعد همون آیاده اوچش زن میزنم میگم که بچه در خود رفت این گپ گوش نکرد است میویا نمیویا اگر اون مسئله شاید همون جا میبینیم بعد اوچش است که بچه هم اومده گفت نمیخواه زیرا اومد خونه درون بعد رفت عادل گفته که شما مرا گفته در روز با گفته خودم در روز دادین گفتن که در روز که این خیلی کراچی تعلیم شود 50,000 آیه مردم تره بود کردگیم تا که با یک شرطی هم امروز میتونم با چی شد یا مرا میگن که چه خیلی شما مرا فهمیدین که من قطعی مخالفا مثال سیوی هستن فقط تماشا میکنم گوش میکنم اسم میکنم قطعی لایک نموندم یا که برای مرا ترمه کنین او آدم نمی برای کوره ترمه کنم کنش اپولا پرینیماد میکنم کسی که همی کش را سواری کردگی کسی ترا بزی کردگی هم در همون راسیت در بین همکارو پوبلیش همین رو تلیفون رضایه موندگی و با آوازی بلند گوش میکردی تماشا میکردی همین رو فروختن و همین خرار گفتنی هستم که برادرو همین من در همین بین 5 ساله که قطعی همین مخالفو هم گاه میزن لایک کامنتاری و подписаться ایرون میلیون ما 2 بار رفتم اومدم اگر یک چی میشید مدمش با میگم اگر دروغ بگم خیلی نفت در تای انبار خودم مردکی خوب این تاجیکستان تا او درجه نرسیده است که شما را برای یک لایک بمونن کسی ها را خفیدگی او را به تهمت و به بزی موندگی بله نمیتونم میخفت با محمد اقبال همیشاسی نه دروغ کو تلفن تمام راز هم درو لایک میمون در رای نمیوری یا خیلی میگن که در رای نمیوری بله برادر عزیز تشکر زیاد برادر عزیز انشالله که بگم که جمع مردم یا شد 10 نفر شید استودیو پر شید انشالله که همینا قبول بکنن فکر نظرهاشون رو بگیرن وقتی که بگم که اش کار نباشه اگر همینجا بمونه انشالله که بعد با صحبت میکنیم برادر عزیز قبول تشکر زیاد الله نگهبانتون باشه در هر تون دوگه برادرای کسی ما را میشنن التماس دستگیری ایرون میلیون بگیرن لایک کامنتاری همه چیزی که همین قدرش کمی شود در این مخالفان بکنین این برای فایده خودمون
بخیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو برنامه آینده برادر. خب تشکر زیاد. خب برادرای عزیز، این برادرم خیلی درست قید کرد. من نفری هم میشناسم که اروپا را $20,000 گرفتن، بگیم که در آزادی یگان کار کردگی نیست همون انسان. خطی مخالفا بگیم سر کار هم نکرده، یگان کار نکرده، قفای زندگیش بود کار میکرد، بگیم که رفت $20,000 همون نفر گرفتگی هم که تو در اروپا بودی. اون مردک نه لایک موندگی نه کامنت کردگی، یگان چی کاری که نمیکنی ستارت محقل نمیشود در یک حکومت، باور کنی شما زیر ظلم قرار میگیری. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، بگیم که در برنامه ها فعال باشه. خب عادل بعد آزادی بعد همین خیلی میریم ان شاء الله. عادل بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر کوزین، موضوع درباره چی امروز است؟ موضوع درباره همین که مردم ما شکنجه میشه، حکومت یک بار صدا بلند نمیکنه که برای چی مردم ما را بگیم شکنجه میکنه. قرقیزها که میبراین بگیم اعتراض میکنن، حکومتاشون میبراین با پوتین مراجعت میکنن که قرقیزهای ما را غم نتیه یا که قانون شکنی نکنه. متاسفانه حکومت ما یگان بگیم که یگان چی نشان نمیتیه. شما را کیو که президент قرقیزستان سردارون دولتش میبره دا پوتین گپ میزنه، یگان تا президент سредنی азия با پوتین خیلی مسائل خیلی گپا رو گپ نمیزنن. یگان تاش من نمیگم که قرقیزستان پرزیدنتش چیز کرده، در پوز من اول گذاشتم برادر عزیز. حالی که همه قرقیز توجیک ازبک دوره، حالی که توجیک قرقیز ازبک دوره سگ نداره، فهمید؟ همش دروغه. برادر عزیز همینجا من نوارم موندم، پارلمان قرقیزستان برمدن گفتن که چوا دارن مردم ما را ظلم میکنن، صدا بلند کرده شدن همون نفرها برای مهاجرت. посольство فایرات کردگی تمام. وای посольство چی ریشاد میکنن؟ برادر عزیز همین شما یک بار دیدگیه که در همین بگیم طول حکمرانی رحمانوف یگان بار بگیم که پسال روسیه را در دوشنبه فایرات کردگی باشن یا که بگیم که اون کدگی بودن وقتی که ظلم سخت شد کدگی بودن تو همین 2025 یا بار فایرات کدگی بودن در دوشنبه یا بار. Просто сейчас зависит ай мардым, ай обычный халк, ай мардым зависимый. Тем более, कि мисол мы अगर чанд миллионы की मुहाजिर के бошим, ай ну чанд миллион मुहाजिर के бошим хаб кирим, бигардим, конечно, روزی سخت می بسرمون. چیکار کنم هم کارو میکنن. ما باید نگاه نکنیم власть که کی به سر ما میان ما رو یادم میکنن. ما اگر یک جای ناموس خودمون رو بیدار نکنیم، نخیزیم یک پرابلم خودمون خودمون ریشه نکنیم، ای کجا رحمون ما رو زدگی نیست اوخه. ما رو آدم اول دولتمون استفاده میکنن. فهمیدی؟ ما خودمون وینواتیم، خواب کردیم، ترسیدیم. یا دیگریمون ترسون چا کردیم با گپ، فهمیدیم؟ نمیخواد ترسیده میریم. зависит ай халк میکنم халк. تو چندی که ما خواب کردیم گامخی گشتیم، تو چندی که ترسی کردیم، تو چند گریختیم دیگه داوتو رفتیم. نمیخواد ترسونچاک میشه میریم. باید دیگرمون فانتازی کرده ترسونچاک میکنیم. ای تکدان، ای штраф کردن، ای قبیدان، ای محکم کردن، ای لایک نمون. این همی خودش، همین گپ دیگه آدم ترسونچاک میکنه. میدی؟ چیزی که دستاری آدم اومد باید خواب کنی بگردی تمام. من بسیار وقت تماشا میکنم در این برنامه میبرن تو میدونی وای را بردن محکم کنه بالای ایشا بردن ایشا کردن ایشا کشتن و چی در کورت این همین گپ خطی دیگه آدم دیگه میترسون یا تو چی دیگه میترسون یا موجود دیگه میترسون. ما همین با داونو گفت خواب کنین همین راست مخالفی در همین راهی خواب که تمام یا دیگری تون فانتازی کرده میترسون ای شو تمام خواب کنین که میبرم محکمه که خود چی همین خلای ما اگر همین خلای میبرم محکمه میکسان تو убратут میکنن любой کارو میکنن تو пока نکردی که نزنی против власть همین خلای. فهمیدی؟ ما بسیم یا دیگرمون жаловаться کنیم گریه کنیم نولا کنیم که یگون کار کردن نمیتونیم در این راه. یگون کار 500 سال دیگه برنامه که بره که یا دیگرمون жалоба بکنیم
خبیدن لایکو یگون کور خاب بگر همی خاب بگر همی قش خوبای کورتا پیش بر تموم بتونین ну چی کنم میبره در بین برنامه یادم کاپیتان ایل штраф اوش کشتن همه در کور نیست گفتن در کور نیست абсолютно فهمیدی наоборот دیگه آدما رو میترسون برادر عزیز نگاه که من گفتم که یک طرز مثال آوردم یک نفر در یگان حزب حرکت نبود در یگان چیز نبود بگیم که همه اروپا دا بود برفته $20,000 گرفتن برای چی؟ برای که در اروپا بودی اینا اگر رنگ رود محقل نمیشوه باور که میبرن زندانت میکنن لبا عبدالخلیل دیگه دعوای نیست شایدون حاضر شیدگی ای که برادر عبدالخلیل برادر ولی نگاه کده هم برادر همون نفر پشایمون شیدگی اوزی که یگان کار نکرده دردش میکنه علمش میکنه که یگان کار نکرده من امروز вопрос سوال در بین میکی رحمان چند سال شد президент по قانون по конституция по همین چی چند سال راه نشد президент تاجیکستان این سوال با من ندادی 30 سال 33 سال 32 سال 32 سال راه президент تاجیکستان правильно 32 سال خود دیده که همین 32 سال ظالمه و دزی و غری رفته است і мо дидесем ки ягон кор нашидеста ягон кор накадеста на цведа додеста на ягон чи барои халқ ягон мушкили осон навардеста фаҳмиди любой кора мекунам мо бояд жалобаться накунем дар инҷа проблем мара ту решат карда наметунӣ проблем мара дига моҷи решат карда наметунад фаҳмиди чиар гуна дар ҳамин бромада якдигар и худаш як мо агар ҳамин гап задан бигирем ку я барбараш метар чи дар кора мегам ман ҳамин омадам моҷири ҳамин лучи кор кунам сарма хам кунам чам ҳамин лайк тамошо кардан фаҳмиди ай гап я дигарамон метарсонем дар кор нест ай гап гуфтам ба ҳамин гап фантазиро мекунем арзончак месомеравотав тамом бародари азиз як ҷаҳон ташаккур инҷа чанд нафарҳои дига ҳастанд иншаллоҳ мо иншаллоҳ бо метавонем дар инҷа бо хеле суханҳои бисёр тамом гап нест хоб озодӣ баъд и бародари азиз як дақиқа хоб озодӣ салому алайкум бифармоед бародар алма садо аст бале бале салому алайкум шумо дер меям беморо бародар азиз шумо мана ай стрим тамошо бикунед ай ютуб не ютуб як дусе дақиқа як чанд сония қафо алло бале бародари азиз шумо мана ай стрим тамошо бикунед ай бародар алма садои мо аст бале садотон аст бифармоед садо аст бародар ба фикрам ки бародар як бори дига ворид биша бародари азиз хоб ин салому алайкум салом алайкум ва алайкум ассалом ки алмаз хубен субзен ташаккур эфири пештараба я 2 рӯз пеш дар омада будам камтар кор доштам натонистам гап задам мавзӯъ чист мавзӯъ ҳамин аст ки бародари азиз сабаб дар чи аст ки муҳоҷирои мо таҳқир мешаванд дар русия ҳукумати мо як бор бигем ки садо баланд намекунад мисол қирғизҳо мебироянд садо баланд мекунанд намедонам ӯзбакҳо мебироянд намедонам қазоқҳо мебироянд бигем ки талаб мекунанд ҳукумат ки сабаб дар чие ки шумо мардими мо зулм мекунед ҳукумати мо як борам вокуниш намекунад ба ҳамин хотир аки алмаз ҳозир я бародар гуфта гузашт на самом деле ҳамин россия ба ҳамин ҳоле ки узбаку тоҷику кирғиз дорад ягон миллати дигар надорад ина дониста монед на самом деле ман ягон тарафдори ягон кас нестам ман мехоҳам озодона зиндагӣ кунам ҳамин бародар ҳозир гуфт гузашт на самом деле рост ҳоле ки большинство хуже тоҷико дорад оно камакак не жёсткие мо ба жёсткий граница ход начот граница боша ход аэропорт боша жёсткие садом рафтеста бале бародари азиз
من خودم میشناسم اکی الماس даже سلام کردگی هستم نمیخوام که خودم معرفی کنم نه درسته برادر عزیز به تشویش من در مکتب زفرآباد خواندگی هستم به حضور من توی میشناسم такшто معرفی نمیکنم بخشش زیاد خداوند نگهبان باشد همه میخواد همه توجیکان میخواهند که همین آزادی باشد آزادی بله باور کنید رفتن کار وطن رفتن کار تمام دیگر یگام علاج ندارد کی مچتو محکمه در گذری ما گدیتا 6 مچیدی یگام تاش کار نمیکنه همش محکمه زینوکاری بسیاره یک короче میخپد ریشه میخپد بچهش من یکونی ما پیش آمده بودم در پیش من گرفت من در پیش من برادر قپید برد 10,000 سومان داد ریشوشه گرفت بله برای هوای راستی گپ من باشید اکو وای نکنید محمد اقبال راستی گپ راسو من уважать میکنم حرمت میکنم حرکت میکنم استودیوی شما دارم نمیتونم در اومدن فقط طریق واتساپ گپ میزنم خیلی افتانم نمیتونن من دیگر نوشتگی اکانت تلفنم دیگر من هر باره که تاجیکستان میرم تلفنم علیش میکنم میرم برای چی کمبغل بالایش تور مرغزی میگو دیگر خودت خوبی اکی هماس تشکر من 3 سال مکتب 26 بخوندگی تمام برادر عزیز خدا نگهبان انشالله که بازم در برنامه آینده صحبت میکنیم اینجا چند نفرهای دیگه هست اینا قبول بکنیم فکر نظرهاشون بگیریم برادرای عزیز به طرف نباشه نهازی من یک چیز میخواهم بگم که روسیه امروز بگیم که طالبا را به رسمیت شناخت اکی هماس یک بخشش زیاد من میبرم بخشش زیاد من لبای خیلی بفرمایید بخشش زیاد و همو برنامه ها از ناحیه مشهد در زفرآباد من 2006 2007 2008 من در زفرآباد خوندگی هستم تا حاضر خشتبارو هستم آب شورخوری که باور کنید بیزار شدگی بودیم فقط آب شور میخوردیم فقط آب شور میخوردیم آب نرمالی نبود باور میکنه من همشون میشناسم همشون میبرون من همشون короче نمبر نمیکنم که سر از اوج میفهمن که من کی هستم من خودم دیدگی هستم даже بیا اکجان پناه به خدا خداوند نگهبان نسامم دلم میترسم من خودم معرفی کنم نه برادر عزیز جد خطرناک باشه یگان چی نگو خدا نگهبان همین صحبت کردید تشکر رحمت خداوند نگهبان خدا نگهبان خب برادران گرامی قدر نگاه کنید که حکومت امروز بگیم که مخالفین اکستریمیست یا که تروریست یا که یگان چیز میگه امروز روسیه بگیم که بخش سوویتسکی سیوز اگه دیگه بگیم اینا قبول میکنن برای که پدر اینا پوتین که برآمد گفت که مثال امروز طالبا را بگیم به رسمیت شناختن طالبا 30 سالش تروریست بودن امروز آمدن سر قدرت توانستن ما را میتونیم امروز ما را اکستریمیست میگن تروریست میگن چیزی که میگن پگه ما سر قدرت آمده اونا دیگه خداشون میوان قطعی ما صحبت میکنن زور قطعی زور لبای انسان میست بگیم که ساز میشود و همین خاطر باید ما زور باشه مردم در سر حکومت باید مردم زور باشه حکومت زور نباشه باید مردم هر ساعتی که بخواه بگیم که تغییر بده رئیس جمهور وقتی که میبینن که قانون شکنی ها زیاد هستن باید مردم بخیزه اعتراض بکنن اگر پگه منم بیام سر قدرت بگیم که ظلم کردم با میلاد اگر این میلاد نخیزه و مثل همین رحمانوف منم پیشوای میلاد میشم و بگیم 1000 عنوان میتیم و بعد دیگه همین خش توارم بگیم میارم دبرم میگیرم و همین خاطره که
ما میگیم که بیا یک حکومت مردمی بسازیم که هر کس در منطقه های خودش کار بکنه. همه منطقه ها باید در پارلمان آدم باید باشه که نماینده همون مردمی همون منطقه بگیم در پارلمان همه شهر و ناحیه ها بگیم که یک تایی نماینده باید ما داشته باشیم. بعد هر نفری که در منطقه های خودش کار میکنه برای بگیم منطقه خودش آبادی میکنه. یگان نفر لبوی نفر اگر بمونی باور کنه او کاری نمیکنه که با خراب کردن یا که زلال بیاره به همون جامعه خودش. لبوی انسان میاد میخواد که آبادی بکنه که پگه ناموشه بگیم که بنیکی بگیرن. وقتی تر هر جای دیگه میای حکومت امروزه وظیفه را میخره یکم بعد میاد او آدم فقط در فکر دزدیدن کیسه خودشه یگان چیز دیگر نیست. بیاره یک مثال که قدم رئیس ناحیه بگیم که یگان آبادی کرده برای همون آدمای همون منطقه اون نفرها از 100,000 دلار زیاد وظیفه را میخرن میآیند بعد دزدی سر میکنن. باور کنه هر رئیس بگیم رئیس های ناحیه این اینا میآیند همین زمین های ما اونجا سه باری شید میفروشن. باور کنه نمیدونه که قدمیش مهری ارگینال هر یک قدمش میگه که غیر قانونی بود نه اینش قانونیه باید دیگهش میگه اینش غیر قانونی بود. اینو بیزنس هم برادر عزیز میان زمین ها رو میفروشن میان بگیم که ظلم برای همون آدمای همون منطقه میشوه. به همین خاطر ما میخواهیم که یک حکومت بسازیم که هر کس در شهر ناحیه های خودش کار بکنه هر کس در منطقه های خودش زندگی بکنه. انا هیچ چیز ما میخواهیم. خب برادر آزادی سلام علیکم. برادر الماس صدای ما باشه صدای خیلی دیر میاد به ما را شما که بزنه برادر عزیز من شما را گوش میکنم. لایک کامنت همین در گوگل اکانت ختون مردم توجیک در گوگل اکانت تلفن ختون نام و فامیلیا و отчество ختون ننویسین در اکانت ختون معلومات شخصی ختون ننویسین شما را پیجیگو هیچ کس پیدا کردن نمیتونه. نترسین میوان میگن دروغ میگن هیچ کس شما را نمیوه. اومده رحمان قدی کارمنداش سواد هم ندارن همین تاجیستان ببرن این را هگون میزنن. در اکانت نام فامیل ختون ننویسی لوبوی چی بنویس در اکانتت فقط نام فامیل ختون ننویس. وقتی که نام فامیل ختون مینویسی در گوگل اکانت یوتیوب کانال با نام فامیل خود میشوه. بعد که لایک کامنت نویستی نام فامیل خود باشه کامنت اندر نام فامیل میبروه. این چیزا بدون مردم تاجیک انا همین خیلی شما را میوان ایرو نام فامیل ختون ایرو معلومات شخصی ختون ایرو بیسعودی ختون از شما بعد ختون در دهن ایومال رحمان میپرتوین در دهن اژدها ختون بعد ختون قهر ختون میکنین. این همیشه چت هم نگه کنه مردم این هم مثال آزی این هم مثال ناتالیا این هم ناتالیا در گوگل اکاونت خودش ناتالیا نویستگیه یوتیوب کانالش اینه با نام ناتالیا شده شدگی مسکو. این هم مثال این مسکو در گوگل اکاونتش مسکو نویستگی یوتیوب کانالش با نام مسکو شدگیه. این تلخکف مثال در گوگل اکانتش تلخکف نویستگیه. چیزی که در هم گوگل اکانتت می نویسی کانال در هم خیلی شده می شوه. نام و فامیلیت نویستگیه در اکانتت ایجا میدرو ایمالی رحمان دشنام این دیکتاتر میگوی خوین میگوی هر چی میگوی این کارمندای امنیت همی چت کامنت های کانال های مخالفه روز تو بگه اشتگی میخونن که همی یک کسا با نام و فامیلی خودش و معلومات شخصیش انیخ کنن بقپن خوین بگن اکستریمیست تروریست بگن بعد پیدا کنن مثل گوجوشو استفاده برن بعد آخر زندان کنن. مردم تاجیک هشیار باشین. چیز هر یک شما بدونید
مون کسی را لایک میمونی نمیمونی، نه ترس، فقط هوشیار باش. اول اکاونت پراورکا که چی نویستگی های نام و فامیلیت باشند کورش کن از سر اکاونت بکشو و تلفن شخصی خطا در دست هر کس نتی و نلخ که در کانال مخالف لایک میمونی کامنت مینویسی. هوشیار باش. بعد مردم تاجی از سیگر با همین کسایی که شما را ظلم مینن، پلتونا میکنن، تجاوز مینن، خواهر و مادر شما را از زندان مینن، تهمت مینن، اکستریمیست خواهین میگن، قتل مینن، فرق نداره کارمند امنیت های، کارمند وایمکمت های، کارمند کدام سطح دولتی که نباشه، همین خیلی آدم را میخواهی که همین چاره شما بینه، همین خیلی آدم را نام و فامیل شما بگیره، اکاونت بکشوی به نام و فامیلشون، بدروی در همین کانال مخالفا ایومالی رحمانی دیکتاتوری خواهین ظالمی وطن فروش بنویسی که میبینیم بعد چی گپ میشه. چاره همین خیلی آدم حل میشه و همین خیلی آدم را هم بلو میان چون میبرن دف مینن به حد کاری خوبه رزولتات میتیم میبینیم بعد همین خیلی کار را کنه میبینیم بعد چی میشه. چاره همین ظالم و تجاوزکار و قاتل و کسایی که شما را غم میتین من همین خیلی آدم را همین خیلی کنه مردم به تهمت سر کنه مبارزه را چی خیلی که میتونه مبارزه برای نتی پل در کارمندی امنیت، نتی پل در کارمندی و امکامات میره در اسیا در او خنق، در او عذاب، در او مهاجرت سوما با یک عذاب کار میکنی در تگ لط کوب، در تگ مسخره، در تگ ازدواج سا در او اترشگاه ها میبرای میغلطی یجود میشکنه میمبری برای 50-60 هزار جون تا در خطر موندگی همو پلا باید عذاب کار منی با میوی در کارمندای اومده رحمان در امنیتی و در ویمکمتی و پدرکش منی این مردم شما این به ناموس به آب و رو شیدگی که جان اختونه برای 50-60 هزار در خطر میمونی با همو پلا میاری با توفه منی در غلامدار در ظالم نتی مردم مبارزه بر چی خیلی که میتونیخته محافظت که ناموسی خواهر مادرت محافظت که نه ترس خاموش نباش. نمیتونی روی راست مبارزه بوده پنهانی مبارزه بر چی خیلی که ایده سکنیه چی کاره که میتونی بکن نه ترسی جوان شما چی میترسی ما نه جنگ دیده نه زندگی وزنی ندیدگی نه ترسی مبارزه برای محافظت کنی اختونه مرد شین مردک شین اختونه مرد میگین داد میزنی بوره ناموس آب رو گب میزنی این ما ایتا توجیکی ما ملتی بسواد ملتی زورین توده سوده گب میزنی میاد کارمنده امنیت در خونت میزنن میدروین به سبب پلتا میکنن لط کوبت مینن خواینت میگن تهمتت مینن اکستریمیست تروریست میگن میبرن زندانت مینن خب خاموشی ایرا بدون این مردم این اومالی رحمان یگون قانون نداره یگون قانون این اومالی رحمان اطاعت نمینه قانون این اومالی رحمان قانون جنگلن مردم توجی این اومالی رحمان یک سیاست خونالودی نامردانه قاتل داره این اومالی رحمان یک نامرده یگون قانون نداره چی خیلی که شما را میتونه قتل داره تجاوز داره ای تمام شهر ناحیه همین تاجیکستان مردای بسواد مردای که سیاست هم میفهمن مردم شجاع مردمی با دل گرده را زندان قتل نیست نابود کرده ساده است لیدراتون قتل داره همه منطقه تاجیکستان مردم تاجیک مبارزه برای چی خیلی که میتونه بر ضد ظالم قاتل تجاوزکار خاموش نباشه حق خودتون هم محافظت کنه برادر الماس آوازای خودت سنی من دیر میان یک اگر خاموش نشیدم آوازات نه اومده ایستادم آوازای من با فکرم بیختم میروم بعد یک سیگه مردم توجیک مبارزه بر ضد همی بزغالای منطقهاتون مردم توجیک چیزا بدونه که چشم گوش چشم
گوش امامعلی رحمان ارمیه امامعلی رحمان همین بزغلای همین منطقه شما تمام کار و بار گپ خبر شما رو همین بزغلا در کارمندای امنیت میرسونن تمام گپ خبر همین قشلاقتون همین بزغلا که در امنیت خبر میتن بعد امنیت شما میپیچونه میبره لط کوبینه کتونه میکنه زندان تو منن مردم خوب فهمیدن و یکم خود دیگه تو من همه شروعیم بزوای مردم ارمی امامعلی رحمان همین ریشه و پنجه امامعلی رحمان چشم گوش امامعلی رحمان همین بزغلا مردم برادر عزیز من خواهش میکنم شما من با فیلم صدای من نمیفهمی من میگم که شما همون آدمای گرد اطرافتون ده هستن اونا را دعوت بکنید بگین که خیلی مردم پیدا شدگان میخوان که یگان کار بکنن شما بگین 5-10 نفر جمع بشه هر یک نفری که بگین با ما صحبت میکنه شما حتما در یک جای زندگی داره که اونجا چند تاجیک دیگر هست همون را دعوت بکنه که برادرای عزیز بیای یک جا بشیم بیای یک کاری بکنیم که بی‌طرف نباشیم در مبارزه وقت ساعتش بیای باید ما تاجیکستان بریم وقت ساعتش بیای باید ما قیام بکنیم در این موضوع ها باید مردم آماده باشند غیر این صورت برادرای عزیز من در اینجا صحبت میکنم شما میاید در برنامه من صحبت میکنی یا که با همین صحبت کردن بگیم که امر نگذره این همین شبکه اجتماعی برای من برای آدم جمع کردن است باور کنید اگر اما نفرهایی که من میخواهم همون کلیچسو آدمی که من میخواهم جمع بکنم باور کنید من یوتیوب میبرم میرم فقط دیگه من در برنامه‌های اون کسی دیگر میبینی من میبرم میرم قفای کار میشم با اینجا شیشتن یگان چیز گفتن باور که اگر ما 10 سال دیگه بشنیم بگیم رحمانوف نکی پد نمیفهمه این به خوبی 10-12 سال شده این مردم مخالف در اروپا بگیم که رحمانوف بگیم که گفته شده همه کمبودی رحمانوف گفتن همه جنایت رحمانوف آشکار کردند شما خودتون میدونید که رحمانوف اومدگی بود لباس نداشت تا موزه لایخلی امروز که 20 میلیارد دلار سال 2019 داشت اگه تا این روزا چند قدیگه او پل داره سمالیاتی که رحمانوف خریدگی سمالیات شخصی دولتی نیست باور کنید اینو دارن کارشون فقط دزدیه باید ما یک کاری بکنیم که 10 میلیونیم برادر عزیز ما 10 میلیون اگر ما زندگی خوب کرده میتونیم در این سرزمین نه که اینو تنها برای خودشون کردن دزدیدن بگیم که فایده ای که به دولت میاد در بودجه نمیاد در کیسه های اینو میدروه این وعده داد که نیم تنان همه کسا میخریم نیم تنان نمیته مردم که بو بکشن خوردنش یه طرف بیسته همه چیزا این خودش به خودش کرده شده به همین خاطر باید ما یک نفر انتخاب بکنیم که خادم خلق باشه خدمت بکنه به این ملت نه که در سمالیات 92 میلیون دلار ده بگرده و مردمش در روسیه تحقیر بشون یا که خودش پیشوای ملت اعلام بکنه و ملت خار زار باشه به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه ما را 500 نفر تماشا داره خواهش میکنیم که کسانی که آبونه نیسته برادرای عزیز آبونه شوه بگیم که لایک هاتون بگذاره همون کلکل چکم بجیقه برادرای عزیز فکر نظرهاتون در زیر نوار بنویسید من هر یک کامنت شما را بگیم که میخوانم من خواهش میکنم برادرای عزیز ای دشنام و تحقیر بگیم که دوری بجویه خب اینجا با یک نفر دیگه خب انشالله که قبول میکنیم صحبت میکنیم سردار سلام علیکم و علیکم السلام ما که بخواد پروسه دروم که در استریم تماشا کنم نه که ما یک چیز هم نه یک برادر که ما خاطر گپ زدم یک برادر بعدی ما برومد خاطر کم بحث هست که حکومت قرغیزستان چیکار کرد چی مثال وای کرد چی نگه آخه حکومت اگه ما گپ زدم ما فقط میخواستم در استریم باید باشم برای که یوتیوبم کمبودی داشت
باشیم نیسود راست من قبول کردیم میخواستم گازم آدم اگر آدم درومه من را بگین که برادر سلامت باشه من میفهمم که زنش آدم هست آخه برادر همین خودت من اگر خطا نکنم همون کسی که بعد سردار درومده با اول تماشا کنید آخه گفای میگی نامعقوله یک معنی چی نداره چه خیلی بازی برنامه فقط در همون چیزی رفته سکی دو این در کدام برنامه که میدونی ای موضوع بیرون میبروی و کچاد میکنی و یک سوال 10 بار پختور میتی برادر عزیز اما خفه نشا تا مبارزی ما امرنگی تو مبارزی ما ترا خشرون میدونم من نمیدونم تو من نمیدونم من نمیدونم باشه نیست قرقیزستان هم میگه این من شخصا من اکرد خلیل من ده تا اویله دارم قرغز دارم اویله و بچه در قرغزستان و اویله توجیکی دارم در توجیکستان هم اونجاش میرم هم اینجاش میرم قرغزستان 1 سال خدمتش و چه کارایی برای اون سالاتایی که در اون خدمت میکنن حکومت میکنه برای سالاتو ما خیلی کیف میکنم که همه فرزند من ایمینه در قرغزستان خدمت نه و میخوام که یا که همه فرزند من در همه تاجیکستان رنگ همه قرغزستان شود ولی در اینجا در اونجا خدمت نه اوخی برادر قرغز ازدن میر شهرش بود کی بود نبود کنسول پول نخود یا طرف بیا باربار خیزم تو ناو مدوید شور دوختن که شما چی باید نسبت ما خیلی حق مثال отношение میکنید نسبت شهروندای ما میلیون تا فلاکت در سر توجیک آوردن تی یک دکزد بکن که یک توجیک یک حکومتی توجیک بسد یک توجیکی خودش خسته باشه یک اکلان گپ زده باشه بر پدر همین تپای با یک تاگی توجیکوی نمی ایوداد بروما اما از بیو هم تو ایواز دخنه گپ نزد بگی دولت های همسایه رسید توجیکستان یا با دولت همسایه چی مصیبت داره و با ما چی مون یکون کسی یکون چی نکردن نه 2025 خیلی کردن ای برادر ایواز دخنه خواهیش میکنم میبخشی من معذرت میخوام من لطفا خفه نشه مثلا من میکنم مثلا دوست میدارم مثلا 2-3 سال روز همش تاون تلفن که وازی نده درم فقط میخواستم که دستبین برم چون که در یوتیوب نمیشه درم آدم صدا میاد یا کی برادر خلیل بله صدات خوب است برادر عزیز یک چند دقیقه دیگه صحبت که ان شاء الله که چند نفر دیگه است اونا قبول الو بله الو برادر صدات هست صدای اکل ماز نیست با ماما صدای من نیست صدات هست برادر خلیل اوضاع میویم بله صدات خوب است خب این برادرها با فیلم که بگیم که صداشون چسبیدن خب برادر عزیز من خواهش میکنم که شما بار ایسر بدروی برای که خیلی مشکلی میشه صدا هست تشکر که می نویسه که صدا هست خب برادر عزیز من خواهش میکنم که شما بار ایسرکه وارد بشین برای که صداتون قطع وصل میشه نگاه بکنید که برادر عزیز لبای حکومت هایی که بگیم که دیکتاتورها را میشکنن میوین اونها را یکم بگیم که دیگه دولت ها قبول ندارن مثال رئیس جمهوری سوریه را میاریم در سرش بگیم که 10 میلیون دلار بگیم موندگی بودن که کسی کله همون انسان نمیاره 10 میلیون دلار بود امروز که اومد
رئیس جمهور شد. اینجا صدیر شما بگیم که اجازه دادگی نیست، من شما را پیوست کرده نمیتونم. اگر صدای من میفهمی برادر عزیز اجازه بدین پسون بگیم که من شما قبول میکنم، برای که شما در استودیو میمونی بعد فکر میکنی که من شما را قبول نکردم. برادر عزیز به همین خاطر اجازه بدین، همون شما باید در اکرانتون ببروید که شما در استریم هستی. به همین خاطر اجازه بدین پسون وارد بشین. برادر عزیز نگاه کنید که میآیند سری قدرت که بعد میآیند، بعد دیگه اینا طالباشن. چند سال تروریستی اکستریمیستی همشی در روی دنیا بود. امروز من طرفداری از طالبان ندارم، منم چند چیزای اونا را قبول ندارم که مثال حقوقهای زنها در اونجا پایمال شده سادیانه، مثال این چیزا را منم این چیزا قبول ندارم. من زنک اگر با سواد نباشه جامعه پیش نمیره. ما را مادرهامون باید با سواد باشن که فرزندای درست تعلیم بکنن که بگیم که دولت اداره کرده بتونن. باید مادر زن باید با سواد باشه. به همین خاطر من برای که اینو دارن همین قانون ندارن من این چیزا قبول ندارم. مثال همین انسان ها اومدن امروز دیگر حکمت ها ولی تاجیکستان ما را 2 روز بعد دیگه میبره بگیم که خطشون پال نیراس رابطه میکنه. این که رحمانوف داشت رابطه یکان به شک نکی اکا افیتساله این اکا نه روز بگیم روسیه اعتراف کرد طالبا را، انا که تماشا بکنه که دیگه خیلی که قرقیزستان و ازبکستان خیلی پیشتر اعتراف کردگی بود. مثال روسیه میکنه، تاجیکستان تماشا بکنه که یا پگه روز دیگه بگیم که پال نیروز خطشون بگیم خوب میشوند. این همی خیلی این همجا در ما میبرایم رحمانوف میبرایم ما را بگیم همه عنوان میتیه. وقتی که ما سر قدرت میویم باور کنه روسیه هم میدوه میویه، نمیدونم ازبکستان قرقیزستان طالباش هم کسی که نباشه میان بخواه که همکاری بکنن. یگان نفر نمیخواه که با همسایه هاش بگیم که مناسبتی بد داشته باشه. ما تشه باید به همون خیطایی که بگیم که عجوج و مجوز هستن باید به همون هم یک رابطه باید داشته باشیم. اگر اونها بگیم که جنگ نمیخواهن یگان چیز نمیخواهن باید چخیلی که اون انسان ها رفتار میکنن مثال خوب رفتار میکنن باید ما که خوب رفتار کنیم. خب عادل بفرمایید. سلام علیکم. Алмаз май мам бародаре ки дромад гап зад ки гапои ма ягон маъне надора я оилаш ай қирғизистон чӣ гапай ҳамонро дабавид ки агар ҳаминҷо боша пӯст будроя ма гап зарам хатива як минут. برادر عزیز این همین چیزا رو بیای شما چوید خیلی یک نفر میبره یک چیز میگه بعد دیگه دیگریت باید نبره خیلی بگیم که بس یک минут همون برادر بگو در کجای باشی نباشی در کجایی که باشی نباشی من چی خیلی گپ میزنم من در همین راه هستم بمانی это возможно может быть سواد даймара бисёра может быть ма больше савод дорам ҷа чанам да ҷа гап даронест дуромади дар ҷамара як контракт пас зади ладно ичи гап намеша ва хати мисол хеле принцип нарафтистам Кыргызстон инами рӯзу пагаранги Тоҷикистон меша бугу фаҳмиди айҳози уже сатр айҳозам гирифтистам айҳозе ман шиносое дорам ки дар ҳама Кыргызстон кор мекунам кор мекунам яъне қариб 20 та шинос дорам. چی گپ در قرقیزستان در اومدن برادر بعد میگه قرقیز میگه در روسیه ما در مسکوایم قدر داره والله بالله چیکو قرقیز یکون قدر نداره فهمیدی همش گپه برادر عزیز همش گپه قرقیزان میبره قرقیزستان چی کار کرد هر روز قرقیزا رو برده در همینجا هر روز قرقیزا رو زده است محکم کرده اعتراض نکرد
گپ درباره این هیچ چیز میره برادر عزیز. فهمیدم اخی با گپ نمیشه با کردن در کار با گپ نمیشه و با گپ هم لوبوی آدم گپ میزنه ما اوتام گپ میزنیم نه که با کردن در کار. خودت گفتی که ما پرزیدنتشا میکورم میکنم و بایم پرزیدنتا چون نمیکنم میلیون تا قرغیزای همین وای گوتی مردک چه میلیون تا قرغیزای ده ها هزار قرغیزو страдат кадистям гап дар власт дар президент меро ки решат мекунам проблема ҳар якчира президент министр просто министр гап мезанад дига ягон проблема решат намеша вай президент решат мекунад мефаҳмед алмаз худ мегӯяд ки ман президент шам пуштибони тоҷико мекунам пуштибони муҳоҷироро мегирам ита мекунам мисол ёрдам мекунам ука мекунам и ҳамаш одами хуб ягон президент средни азия ку даже дар ҳамин чандбораҳо дар ҳамин москва дар средни азия ҳамаш ҷамъ шидан дар бораи муҳоҷиро гап нагуфтанд на президентош министрешон президентош ай тоҷикистон ай қирғизистон ай ӯзбекистон ҳамин се президенте ки муҳоҷириш бисёра ягон вақт гап назаданд ҳамон қадар мо тамошо мекунем дар телевизор дар ҳама ҷо тамошо мекунем дар сайта интернетҳо ягонташ барои муҳоҷиро гап назаданд фаҳмиде рӯй рӯшод гапш назаданд ямаш дуруға просто ваё ку есть агар гути мараги хеле одами мисол нотарс боши метавони хати мисол нотарс боши президент нотарс боши ваё метарсанд путина мефаҳмӣ метарсанд барои вай дастон ягон кор кардан намеоям ягон кор қирғизистон чӣ ранги билад дубай ранги швейтсария дига давлатҳо багати бой рафта ҳеҷ 1000 миллион қирғиз дар ҳамоми соҳибкори қирғиз дар шаҳри Москав ҳимоят 25 нафар ки дар миёни муҳ шадид این خودسری مقامات روسیه در نسبت شرمندان ما و عموما тамошо кардам бародар ҳамаш тамошо кардагӣ мисол нигоҳ кӣ ин марда қирғиза эътироз дорад ки чӯ ҳакумати мо гап намезанад ҳозир ҷое ки бигем ҳозир як дақиқа ина хоб алмаз бародар вообще-то ҳамин проблема он нест чӣ дар кунем мо ҳаминҷо спорид мекунем вообще мо бояд як проблема як дақиқа мегӯй ки оёро ман тамошо кардам ҳамаша дидам тамошо кардам میخواهم حادثه لطکوب دانشجویان پاکستانی را خاطر نشان کنم که در کشور ما روی داده بود. معاون سروزیر ما با پاکستانی ها واخورده از آنها عذر خواست. فعالان قرغیز به آنها غذا برده معذرت خواستند. وزیر امور خارجه پاکستان به بشکک آمد و سروزیر پاکستان ابراز نگرانی کرد. سروزیر ما چیکار کرد؟ حتی وقتی پاکستانی ها را زدن من هم به میدان برآمده گفتم به خارجی ها نرسید. اگر تبهکاری کرده باشند طبق قانون جواب میدهند. آیا در روسیه یگان منصبدار چیزی گفت؟ آیا یگان نفری آنها اظهار تأسف کرده است؟ بعد از یورش پلیس صاحب حمام نوارهای این همین نفرها برادر عزیز میبرویند بگیم که از حکومتاشون بگیم از مهاجراشون دفاع میکنن طرفداری میکنن. متاسفانه امروز حکومت ما در طول 30 و چند سالی که این حکومت رژیم رحمانوف است یک بار صدا بلند نکردن. رحمانوف تنها در یک مجلس گفت که ناس اواژایتی بعدی هوای دیگه خدا گرفت ما اواژات کنیشم باور کنی یک خچا گارنی نشون داد مالی نارود گفت که چقدر صحبت کردم اونجا باور که ما نینیشیم گفت چه که گارنی گرفت تو نیشی که میگه که تو گارنی تو مردمت باید у нас все есть мы ниши у нас это момент там что там что алмаз и вот там новости ки мы брали телефон мы увидели шмея мы ёр повтор хамаш там что кадагим ай кыргызай точно хамаш гап у нас ки просто бародар дромада я гапой гуфтез бародар хали ба савод мисол чи боши мисол гап надорум машалла дар ҳамин роҳ ҳаст гап неста дромада дига одам пас зандан дар кор неста фаҳмидӣ дига одам чӣ дар кор неста проблема қирғизистон мо да касатсия надорем мо миллиардта проблема дорем чӣ дар кор дар ҳамин ҷо гап задестем мо чӣ дар корай фаҳмидӣ бародар азиз ман мисол оварда шудам илоям ки бихӯранд ҳамдигариша
من просто مثال آوردم که دیگر من فهمیدم آلماس من فهمیدم همین برنامه‌ای که دستی پروژه همین رحمانو فای گفته اینم گفته استم خیلی چیکار کنم اینا چیکار کنم گاب زمان برام چیکار کنم خودم توقع برام میگم که داوای پشت مهاجرا رو بگم من کار کنم شخصی توقع نیستی در هم منطقه‌ای که زندگی داری تو خودت توقع زندگی نداری چند نفر دیگه در گرد اطراف هست در کارخانه هست نمیدونم در جایی که زندگی میکنی خودت توقع زندگی نمیکنی تاجیک‌ها همش 4-5 نفری هستند در یک خانه شما همون نفرایی که در برتون هستن همونا رو آماده بکنی شما بگی که مردم دارن امروز نقشه دارن میخوان انقلاب بکنن فکر نظر شما چیه شما میتونه که مردم بپرسه که مردم چی میگه مردم در کدام سطح روحیه‌شون قرار داره اینا هیچ چیزا باید مردمی که در بینه بگیم مهاجرا میگرده باید شما پرسون بشه که بعد میفهمه که این سخن‌هایی که امروز دارن مخالفین گپ میزنن در دل اینها تا کجا جا گرفتگیه. خب صحبت دراز نمیکنیم اینجا چند نفر زیاد شدن برادر عزیز انشالله که بازم صحبت بکنیم چی گفتی؟ قبول کنیم خدا نگهبان. خب برادران عزیز به طرف نباشه ما را 500 چند نفر 550 نفر تماشا داره خواهش ما همین است که برادرای عزیز بگیم همون لایکاتون بمونه کسانی که واردی بگیم که کانال موشیده برادرای عزیز آبونه شوه آبونه شدن هم برای ما یک پیشرویه که ما میدونیم که امروز مردم داره ما را طرفداری میکنن و همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه بمونین لایکاتون آبونه شوین. خب اینجا قبول میکنیم. خب مصطفی سر بینیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته همه شما و فرزندها یکم من گپی میگفتگیم همین که هر یک کسی که سخن میراند بر سخن خودش باید که جواب دهد. دویم همین که یک کس شما یک کمتر کمبودیتون نقل کرد هیچ وقت بالا نآید. همه مردم تاجیک ما اساساً تاجیک ما بسیار خطاگی میکنند و میخواهند که خودشون تازه گیرند. من هم خطاگی میکنم من هم دشنام میکنه تو من خب میکنم من همین نگاه کرده استاده حاضر مجبورن در اومدم. ما یکم به سری مسئله باید بیم که همین یک نقشه کشیم که چخیل ما پیش رویم. ها گپی این طرف هم درست گپی وای طرف هم درست. در همین قرغیزستان حقیقتا در از بالای مردم خودش دفاع میکند. اگر 100 در 70 و یا دفاع کند تاجیکستان 0 تاجیکستان دفاع نمیکند. من همین روز ایویل بودم من خودم همین کار کتی وای میکنم در ایویل هم 70% بچه های تاجیک بیهوده محکمه. من شما با میگفتگی گپم همین من در همین اساس لیکن قرغیزستان همین باور کنید مردم تاجیک اگر دادرشون برده محکم کند که وای همون کار کرده گفته بدنام میکنن دادر خودشون. لیکن قرغیز ها اگر همون کار کرده باشند از دنبه همین میشن که همین آزاد بسیار خطاگی بسیار میکنید. مردم تاجیک یک دیگر لگت میزنید. حاضر در همین چی حاضر 4-5 بچه برآمده مقابل یک دیگری تون گپ میزنید. همه خطا گپ میزنید. خطاگی یک دیگری که شده که شد همون خطاگی تا برای اصلاح کردن حرکت کنید و یا از پی شده در این برنامه تلاش ترتیب بیهوده نکنید. در قرغیزستان خیلی که حاضر همین مرده که پیش از من برآمدگی وای کرد دعوا کرد که همون هم دعوا نمیکند مردم آینده همین خیلی میشد انا حجاب گرفتن درست به همین راه تاجیکستان رفته ایستاده است لیکن آب از سر لای همه همین ها به همون پوتین نگرانند. همون پوتین چیزی که میگوید همون نمیکند. خود شما
همون مردک گفت که هر یک مردک باید خودش، لیکن دفاع کارتون نباشد یک تا خودتون هیچ کارم کردن نمیتونید. حاضر کنی شما غنبور نگزیده است، برای همه شما بلند گپ میزنید. در تاجیکستان در خود تاجیکای ما یک پشتبان ندارند. درباره عزت امان گپ زدید، عزت امان هم همین رنگ من بیچاره برای مردم تاجیک دلش میسوخت و تهمت کردید، تهمتی بیهوده کردید بسیاری همین تاجیکای ما که از من سوم گرفته. شما برای انا همین به پیش نمیرید. اگر خطاگی شما گوید شما باید بدنام میکنید، دومی سگت کج گفته هم برید ترمه میکنید. این کار نکنید. تاجیکای ما اساسا قرقیز ها من خیلی که گفتم ازبک ها هم آینده نیکی ندارند. برای چی؟ حقیقت در دومی همین پوتین شدگی آزادی سخن در همونجا هم نیست، در قرقیزستان هم نیست. درست این طرفش درست. عقل خودی هر یک انسان باید خودش در این راه مونه، لیکن در تاجیکستان اصلا آب از سر باید که همین آب از سرش ما صاف کنیم. تاجیکستان برای آباد کردن، برای آباد کردن تاجیکستان حرکت میکردگی باشد، هر یک شخص باید که خودش اول تازه کند و به مقابل یک دیگرش گپ نزند. اون خطاگی که کرد با گردنش گرفت. او مردکی وای کردگی هم درست گپ زد. یکم همون چیچن بود وای به فکرم همون چیچن گپی گفتگیش درست که از همه مرغش تاجیک گفت. همون مرغ مایه، منم یکی همین مرغ من به عیب به گردنم میگیرم. باور کنید ما ترسانچه که میکنیم. دویم اینکه همون از امام علی دفاع میکردگی هم مرغ‌های هم مشهور شده ایستادن. یک روز از روز در خود روسیه هم روس‌های هم مشهور شده ایستادن که به مقابل همون کردارهای و یا گپ میزدگی بسیار روس‌ها برآمده گفتاده است که از برادران ما را جدا کرد و کم، لیکن کم هم باشد اکنون مشهور شده ایستادن. لیکن برای بر وقت هوشیار شدن اول خودمون هر یک سخنی میکردگیم به جایش مونه بینیم گپی دیگر به ترازو مونده برکشیدن سخن کرده در اینجا. تشکر زیاد. باور که استودیو 10-12 نفر شده. درست من تمام کردم. بعد من تمام کردم. یک گپ 10 بار تکرار کردنی من که سرم رفته نمیرسد، بعضی ها میگردن تکرار به تکرار میکنن. من تمام نصیحت اینی من یگون کسی بات نکرد. تمام. خدا نگهبان. خب سلام علیکم. یا بار دیگه سلام. بفرما برادر عزیز. اکرم برادر عزیز صدات نیست. خب اینجا حق. سلام علیکم. حق بفرمایید. سلام علیکم. صدای من نیست؟ برادر عزیز صدا نباشه در کامنت نویسه. مردم بوزه گفتنی مردم اقلا هم تکور بکنه مردم همی بخواه که همی ظلمی در منطقتون کم شوه، قتل تهمت همی کارو زندان کنی و کم شوند. خب برادر دقیقه یک نفر همجا در کامنت نویسه است که رقمای تلفن تبمون. برادر عزیز یک دقیقه همه ظالما را تجاوزکارا را قاتلا را کارمندای امنیتن کارمندای و انکمتن کسی هست نیستن در منطقتون بگیری همین نوم فامیلی هاشونه اکانت نو بکشویه. تمام برادر عزیز یک دقیقه خواهش مینم. همجا یک نفر نویسته است در کامنت که رقمات تلفن تبمون. برادر عزیز شما بگم که فقط هشتون در کامنت های نمیبینه اکرانه. من در همیشه گذاشتم رقمات تلفن ما. این همجا درخشان تیوی نویستگی رقمات تلفن هست. واتساپ مرحمت کسانی که میخواهند بنویسه انشاءالله که سرجم بشیم برادر عزیز همدیگر را بشناسیم بگیم که یک کار بکنیم که یک قدم پیش بریم. خب این برادر حق یک دقیقه بیست الماس دباویتم که سلام علیکم. سلام علیکم آقای الماس. و علیکم السلام. آوازه ما رفته است؟ بله بله.
میخوام یک روز صحبت کنیم التماس نکش مرا چق چق کنیم جا مردم بفهمم. تمام. مقصد همین شما حکومت دموکراتیک دارین یا که اسلامی دارین چه دارین شما مردم با اسلام مردمی برادری عزیز مردم برادری عزیز ما یک حکومت میخوام که همه آزاد باشه. این خیلی نه که مقصد ایوره هم بگوش که به ایوره هم آزاد باشه خریستیانی هم همه خیلی ها 100% همه خیلی ها همه خیلی. پس تو با قانون الله با قرآن کریم سوره المائده 47 کافر مشرک شده اینجا از الله نمیترسه ببین شما مسلمان ها برای بگیره دنیا را. من گفته هستم که من شما واره مسلمان ها را اجازت میتیم که آدم واره زندگی بکنه. یگان کس شما را تحقیر دشنام امروز خواهر تا بردن بگیم که برادری عزیز تو من همجا زدی کافر برآوردی تو خود با دهان خود گفتی فکر غیر الله فکر خواهرت مادرت پاسپورت حجاب دارن تو اینا مسلمان خواهر مادر من نیستن در تاجیکستان در همون گیجای باشه در پاسپورتش حجاب دارن پاسپورت ندارن بعد جا پریچوم چی پریچوم نه برادری عزیز تو برآمده یا آدم حکم کردن تو یگان قاضی که شما آیرون نمیخی آدم آوری شما همین بیا برادر عزیز برا من خیلی آدمو قطعی نمیفورم بحث کنم برا باز یگان گپ میگم بود بگم که 10 مینوت بود یگان گپ دیگه میبروره. برادر عزیز من یک دولت میسازم که همه زندگی کرده بتونم. در گیجوت شما دیده که دولت اسلامی هسته. شما در گیجو دیده که حقوق مسلمان ها پایمال نمیشود. در گیجو اگر میشید ما با اروپا با نمیدونم 15,000 کیلومتر نمی اومدیم. ما بگیم اما افغانستان ایران مسلمانی شما میرفتیم. در گیجو دولت مسلمانی بیاید نوم بگیره. برادر عزیز دنیا امروز همه چیز طلب داره. تو مسلمانی برای مسلمانی تکه، تو خریستیانی برای خریستیانی تکه، تو بدینی برای بدینی تبکه. آزاد باید باشن ملت ها، مردم ها، قوم ها باید آزاد باشن در بگیم لباس پوشانیشون نمیدونم در همه چیز باید انسان ها آزاد باشن. شما میاد در آیت فلانی شما کافری. شما مسلمان ها چه کار کرده میتونه بیای کو بیای میگن تو که یه جایی بشیم بیا بریم یگان کار بکنیم که این رحمان فیا طرفا بکنیم ترم آزاد زندگی که دموکراتی خوشم آزاد زندگی بکنن نمیدونم کمونیستی هم بودیستی هم دیگرشم. برادر عزیز که امام مهدی اومد بعد این دعوا را بکن تا محل امام مهدی نمیویه شما هم تا میگردی باور که به همین خاطر در جنب روی انسان ها را حکم نتی. شما چه خیلی دولت میخواه شما اگر خیلی بکنه کافیره همین آدمی که رئیس جمهوری سوریه شید با گفت شما اونم کافیره. چند آدم مرد در سوریه جهاد بدون اونجا اون مردا گومد دموکراتیش کرد گوی اسلامیش نکرد برای که حاجی وقتی اسلامی کنی شما نیست اسلامی کرده هم نمیتونه یگان منطقه نمیتونه اسلامی اعلام بکنه برای که دنیا امروز کاربارش دیگه شما را میقپن نابود میکنن. شما تنها همون آزاد باشه بستونه. شما بعد میاد دیگه نمی حکم میبروره و بعد نمیدونم شاگرد هم مدنی چیه. ولی تماشا کنه اونا مدنی تون این افغانی که در آلمان سوتش گذشت پال نیراست نامی همون نگریف گفت که من شاگردی هوایم بگیم که هوای من اجازه دادگیه که برای قتل کشتار بکن. اون دیگه باور کنه این مدنی تا میقپن میورن دبر همون افغان میبرن نشنونن. این فتواها این گپ ها باید گفته نشون. باید
شما نمیدونم ای گیجو پیدا شده شما فناته، شما مسلمان هم نیسته. من به خدا همین خیلی نفرها را فنات میدونم، خیلی مخلص. مسلمان باید یک کاری بکنه که لااقل فایدت نمیرسه، باید زلالت نرسه. مسلمانی واقعی همون نفریه که خوبی کردن نمیتونه، لااقل زلالش نرسه به جامعه. شما دوره امروز زلالتون رسیده شده به جامعه، سوء استفاده میکنه. روی بگیم اسلام میبره چند بچه های پشت شما بگیم که مردن، شهید شدن، کشته شدن، زندانی شدن. کودکی جای یک برنامه تو دکی جای همیت مدنی داره، انشاءالله که میبرن محکمش میدن خلاص میشه. بعد دیگه پیچت دستون میگیرن، دیگه پیچت زدن نمیتونه. هم منتظره که یک آدم بگه که من دموکرات میخوام یا که یک آزادی میخوام، شما در همین مهر پیچتون موندگی هم تپی کده میزنه، کافیرش میبروره. خب برادران عزیز، ما را از 600 نفر زیاد تماشا داره، خواهش میکنم برادران عزیز به طرف نباشه، بمونه لایکاتون آبونه شوه. برادران عزیز اینجا در استودیو آدم ها زیادن، انشالله که قبول میکنیم. ایالو خب علی بدکی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم کم تر السلام. همی صحبت شما گوش کردم. همی یک خیلی مردمی که یک انسان برآمد کرد، دو بار درآمد که گفت که مقصد هیچ کردن نمیتونه، یک طرف هم راست میگه. برای که همین سریدنی آزیا مردمش، زمینش، رسو میگن завоеванная територия. این انسان ها допустим زور شو با این رس مقصد او کلاغاوس میگه پیش دوره، او کلاغاوس با همو هوایی موندنش که خیلی مقصد رفتار کرده است، ظلم کرده است، سوم کار کرده است، اولادش سر کرده است و در دیگر مملکت ها پولش جمع کرده است. مقصد گپ که اگر ما همین نمیخواد برویم گفتی خدا در 500 سال دیگه هم خب برویم گپ زنیم کو این توجیکی ما صدقش هم نروش نبردن کشتگیان کم کم او خب تحقیر نشوه. این خیلی دور گپ زنیم. برادر شما حوض ممکن حوض شما خیلی برزید حکومت گپ میزنه. من از 99 سال حوضی را زیدیت شم تا حوضی را محمد اقبال یک سال مایده من. اما ملا چند وقتی که سیفایزه کردن رفتم و وظیفه گرفتن، ما را استاد مو نمی رفتن کشتنش با کلا نگرف یکم وظیفه را. برای که گشت گفت که نگفتش به مسلمان نه انسان و گفتش کافیره. بگو زن کودکاتنا، فرزنداتنا، مادراتنا تای ترسیق میکنه. 99 سال گپ گفته بود. این حوزی نشدگیه. ما با گپ قطعی کار پیش نمیره. مردکه مرحمت بخیزه ببره اونجا جمع شه برزیدش مبارزه یا با گپ نمیشه. تمام دیگه اون بخیر نیست برادر. بله برادر عزیز، تشکر زیاد. اینجا یک نفر نوشته است که الماس دموکرات یا چی گفتی؟ الماس دموکرات برادر بخشش یک گپ میگم. بعد هر یک انسان نبره فتوا میبره و او انسان ها را اهمیت نده. همین چی بگو، همین چیزی که میخوایی هموتری اولش ما باید کلغاز دفت کنیم. بعد همین خیلی گفتم نکنه. اینو من همین یک چیز حیرون نشانده. شما یک حوض یک نظامی آزاد نداره. خواهرها و مادراتون تحقیرشون کرد رحمانوف، نمیگذارشون قرآن نماز بخونن، بگیم سطر حجاب اینا را ایبین برد، بگیم که تا 18 ساله را مسجد رفتن نمیتونه. این مشکلی را باید ما حل کنیم. شما اومده بگیم پیچتاتون در دستون کوکی دموکرات. من دموکرات نگفتم، من میگم یک نظامی مردم سالار باشه، مردم آزاد باشه. اینا این چیزا من گفته شدم. من نگفته شدم که علنه و بلنه بگیم که رنگ ساختارهای نمیدونم اروپایی و یا امریکایی. ما که یک منطقه مسلمان نشین هستیم، باید همون آزادی را بگیم که برای همه باشه. مثال ما در بینمون داریم نمیدونم دیگه مذهب ها هستن، دیگه دین ها هستن، اونها را هم باید که آزاد باشن. این رحمانوف نه تنها مسلمان ها را
بگیم شکنجه داره و عذاب داره و محدودیت بگیم جاری میکنه. همه این باور کن هم زردشتی رو نمیگذارن که بگیم که پروپاگاندش بیشتر ببره، اونمو طلبه کفه. این رحمونوف نه برای پریس رحم داره، نه به ملو، نه به دختر، نه به یگان کس. باور کنی باید این بروه یک آدم بیایه که بگیم که همه این ملت آزاد بگذاره که کسی که چخیلی میخواه بپشونه، کسی چخیلی بگیم که میخواه هم خود زندگی بکنه. امروز متاسفانه پیچتاتون در دستان، باز اگر بپرسیم که خواهرت مادرت بگیم که در پاسپورتش سطر داره یا که در خونتون قرآن میخونه، ممکن که ای خودت بدینش نباشه. من میگم که این نفرهایی که میبروین بگیم که پول مهر پیچه‌شون در دستشونه، اینا فنتن. شما اسلام با گوش کردن نفهمه یا که میراث ای پدرتون اومدگی باشه، شما نمیتونید بگی که من مسلمان زورم. مسلمان میخونه، خودش با چشماش میبینه، با زبانش میخونه، انا او چین میفهمه که مسلمانی چیه. شما بار بخونه در دنیا چی گپای، در قرآن چی گپای، بعد بروی یک انسان بگیم که یک چی بگی. گپت 100% حقه. اکا یک سوال دیگه دارم. یک سوال نه، مثلا یک دیگه دارم. برای ای فتوا بروردن ده اول ای کلاغاوس دفع کردن نکره، توجی که مو 80% اسلام دورای، توجی که مسلمان کردن در کره، چخیلی که علم اسلام. برای که ما علم نداریم، بعد ایدان ما هر گپ میبرویم. علم آموختن در کره، بعد بازدی بعد چی میخوایی بعد بیرات کنید تمام. بله. من میخوام که همین رحمانوف بروه مردم در ما بگذاریم که مردم چه خیلی میخواه، کمونیستی میخواه، نمیدونم اسلامی میخواه، چیزی میخواه، تصمیم مردم میگیره. من رحمانوف نیستم، من دیکتاتور نیستم که بیام بگم که همین نظام من در بالای شما میارم، شما بگم که همین طرز زندگی میکنه. نه، من میخوام که مردم آزاد باشن. همه بگیم دین مذهب ها باید بگیم که آزاد باشن، در لباس پوشونیش، در نماز خوانیش، نمیدونم در فرهنگش، در دینش، در همه چیزش باید آزاد باشه. من در اروپا میخوام مسجد میرم، میخوام دیسکوتک میرم، آزاده. خاطی گودک تمبرای یگان کس یگان چیز نمیگه، برای که اینجا آزاده. در اینجا بگیم که در ما با کمی ساستره که مواد مخدر بگیم که یا که بانگ بگیم اجازه دادگی نیستن، در اینجا با اجازه دادگی هستند. در اینجا در قدر رنگ سیگارت میکشنش. مثال آزادی دادگی هم برای مردمش. سری راه هیچ چیزا را اینا گرفتن نمیتونن. وقتی که همین مردم مینتالیتت شمیتری بگیم به همین چیز عادت کرده که باید رنگ سیگارت بکشش، دیگه بگیم حکومت محدودیت نمیکنه. اجازه چون میده که برام بکنن چیکارشون میفوره. فقط دزدی نکن، نشکنم یک قانون دیگر رو ویران نکن، ایلای هم که برای تا پگاه دد بته. یگان مشکلی نیست. ما را میخواهیم که ما مردمی مسلمانیم، یک منطقه که مسلمانیه. ولی زیادها در اینجا می نویسن که شما میای نظام اروپایی میاره. برادرای عزیز، اگر شما یگان تا تمام بیرق سوزکا باشه، خیلی سرنگه ها، ما شما را اجازه میتیم، شما به تشویش. اگر من بیام همین رئیس جمهور شوم، باور که اگر شما اگر همون بیرق همون سرنگه ها باشه، یگان مشکلی نداره. شما بدونه که شما نه تحقیر میشه، نه دشنا میشه، نه یگان چیز. شما حقوقاتون رنگ گوهره که چشم نگاه میکنه حکومت آینده. اگر شما همتری باشه، شما میوه بعد انا یک نظام دیگر را بگیم میاره، این گپ نیست برادر عزیز. ما که دعوا دارن مردم تاجیکستان که 90 چند درصدش مسلمانه. وقتی که 90 چند درصد مسلمان باشه، بعد بگیم که همین خیلی نظام باید بیه. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه. خب اینجا کی بود؟ آیالا عبدالله. سلام علیکم. علیکم سلام. خوبیت اینجا که الماس؟
تشکر. یک روز راه دادم که برام تلفن بعدم بیشتر گپ کشیده نسبتی و یک ساعت گپ زدم کاملا. فهمم. برنامه تا گوش کنیم. کلمه زد برنامه تا گوش کنیم. یک دو سوال دارم امی مسئله در اون مرتخه گپ زدم با اینا که با اما سوال گفتی خیلی همین تاجیکستان چند اهالیه؟ 10 میلیون حاضرش گفته شد، یعنی که دروغ میگن، 10 میلیون نیست. Хорошо. Значит, позже حساب کنیم یا نه قطعی 10 میلیون اهالی. بله. نه میلیون باید باشه. نه مثال از میاریم. امی 10 میلیون اهالی اگر سلوچاینی مثال 7 میلیون طرفدار امامعلی شوند 3 میلیونش طرفدار شما شوند مثال. امی شما چی گفتین؟ چی میگین؟ یه بار دیگه سوال بگو برادر عزیز. اگر سلوچاینی تاجیکستان روزی 10 میلیون باشه مثال 10 میلیون باشه همین 10 میلیون 7 میلیونش از طرفدار پرزیدنت امامعلی رحمان باشه و 3 میلیونش طرف شما بگردن مثال. اینا که من مقایسه مثال آوردم. شما همین حالت چی میگین بعد به همین 7 میلیون؟ یگان چی نمیگین؟ دلشی نه آشکار نمیخوایم باشه. این خیلی که رحمان مثال که 90 چند درصد که آواز میگیره همون آواز دهنده ها کیان؟ ما میخوایم که همین چیز الکترونی باشه مردم ببینن که کی در کی آواز داده. خلاص اگر رحمانوف میبره مرحمت یگان مشکلی نیست. همین ظلم نگاه کن بگذار که 100% رحمانوف آواز بگیره. من یگان چی نمیگم که با طرز رای پرسی باید همین حکومت ها بگم که قبول بشوند. خودش ننویسه که مثال همین قگریف همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 70% آواز گرفت. آوردن اکستریمیست تروریستش گفتن برای که مردم اعتماد داشت به اینو، مردم باوری داشت، مردم در اینو آواز داد، مردم میخواست که همین خیلی بگم همون نظام بیاید. نه که رحمانوف دید که اینو بریدن گرفتن بگم که نیمش از زندان کن نیمی دیگه شاید بگم در بدر گریزه. رحمانوف طرف اینا شرکت شما مثال اینا 15 سال خیلی خود نو بگیم از اون سال شید مثال روی اکران برآمده اینترنت برآمده نشد هم مثلا مخالفید مثال مردم ها بسیار شید نه 15 سال 20 سال از نمی کمیزنن نه پشت تلفن کنن فقط هم گپ همی بین گپ ده 500 نفر 500 آدم پریمیوری افریم را تماشا داره و متاسفانه گفتی 100 لایک 400 تا دیگه‌اش تماشا بینه ممکن طرفدار امامعلی رحمان باشه که نمیمونه لایک هم. بله مثال بین الکترونی میگن هر یک شهرمرد گفتی خودت آزادی میگن مثال هر یک شهرمرد مرد باید با سری پاسپورت الکترونی انتخابات شوه مثال الکترونی شوه مقصد با سری پاسپورتش ببرویه مثال چه سری پاسپورتش هم الکترونی انتخابات طلب کنه ما اوورنیم که طرفدار امامعلی رحمان بسیار میبرویه کرم است 100% میبرویه اگر مردم برویان در انتخابات اشتراک بکنن رحمانوف برد بکنه من گپ ندارم میگم که رحمانوف آشید چیدگیه نکی من مطمئنم که امروز یک کلوش هم میگذاریم کلوشه که امروز مردمی تاجیک تای پای گاو میروان یا که که میروان با کلوش همون کلوش زیادتر ای رحمانوف آواز میگیره آدم نه من نمیگم که مثال یگان حزب حرکت یا که یگان آدم بمونیم رئیس جمهور ای رحمانوف زیاد آواز میگیره کلوش ای رحمانوف بسیار آواز میگیره باور کنه این چیزا بیایم مقایسه میکنیم برادر عزیز نگاه که حکومت اگر برادر عزیز حکومتی باشی و همون حکومتی ها برسون که آماده هن که ما همین خلقی یک اکسپریمنت بگذرونیم بیایم و برنامه تشکیل میکنیم در برنامه های تلویزیونی تاجیکستان بیایم صورت رحمانوف هم نه صورت کلوشه شما تماشا بکنه که در آواستی
کلوش ای رحمان بسیار آواز میگیره که کلوش خدمت به میلت اکرمت امی سوال خط تا جواب این امی سوال خط جواب ای که 500 آدم افیت تماشا داره 100 لایک 400 دیگر نه ها مثال امی رات مقایسه که بین یک ترازو دامون که نگاه کن значит که انواخ شما را نمیخواهند که امی 1000 این 1,500 آدم اگر تر تماشا کنه باید که اگر طرفدار تو باشه 1,500 باید در لایک مونه هم خیلی است نمیکنن ای چی سبب امیجا ای بین برای لایک موندن مردم داره رحمانوف زندان میکنه این مردم خیلی ترسو شدگیه نمیخواد آخه انسان اکرمت دیگه گپای پرومت امام رحمان در صبران در مجلس سجگاش گفت که برای لایک چی با زندانی میکنه گفتم وزیروش هم مثال مودی چی را گفت رحیم رمضان دا گفت چی با مثال برای لایک زندانی میکنین هر کگو چیزی که میخواد لایک هیچ کسب در پس پنجره نمیبره او لایک دیگه کار بود خب برای دیگه کار این سیستم را خپیدن ای ما را برای لایک این اسنانو ای لایک نبود زندان شدگی ها اسنانو ای لایک نبود بعد این همی جواز خود یک بیس نفکر که 500 آدم ما این همجا اگر مثال از در افیر تماشا کسی امی 500 آدمی که در کروکیت تماشا داره همه امی را یک گپا کردن نمیتونیم موزیک ما نیم هر دم بگرویم نمیجوزی یک گپا شون کردن نمیتونیم برای چی برای کی مردم همش طرفدار ایت نمیشه همه این مردم یگان ملت یگان محل بگیم که طرفدار یک حزب طرفدار یک گروه طرفدار یک سیستم نیست هر کس در هر جای که همینا مقایسه میکنن که برای کدومش سر قدرت باشه با طرز رای پرسی بگیم که همو حکومت ها میوین سر قدرت خلاص من با رحمان راضی نیستم همین بگیم رژیم رحمان قبول ندارم بعد باید من زندانی بشم نه باید من زندگی کنم من شهروندم وقتی که یه آدم دیگه مخالف من است من نباید اون زندانی بکنم یا که شکنجهش نه این از نگاه کن همه درباره آزادی ما گرفتگی هم برادر عزیز همه درباره ما برای آزادی که مردم آزاد باشه اکرمت همینجا آدمی هست که در تاریکستان زندگی میکنه شرایط زندگیش 100% ایو نه که با فرمانایی که همین خود توضیح گفته سه پرزیدنت امام رحمان برای رژیمش راضی نیست فهمیدی راضی نیست نه که زندگیش بود تای زندگی کسای تحقیر به دولت تا مثال حکومت رو نمیکنه اون نقصه دیگه که زندگیش پیش رفته سه اگر همه شما هم تحقیر نکنید زندان نمیشین که پگه شما زبان یا انسان یعنی تحقیر میکنه رحمانوف یا که یگان کسی دیگه من نگذاشتم که برنامه من یا که رحمانوف داشت من مخالفی رحمانوف برای تحقیر کنم کسی تحقیر مثال اتوماتیک بلاک میکنم برای اون انسان ها عوف نیست یا که در کانادا قدم نفرهایی که همین کارها را میکنن من اونا را قبول کردگی نیستم من اونا را در کامنت داشتم مینویسن بلاکش میکنم من هویشو نمیکنم اون انسان ها را من چیز قبول ندارم در سیاست تاجیک باید بگیم که دشنام تحقیر یا که به اویله رسیدن من این چیزا را نمیپذیرم یا که در بگیم ایزار زنی یک نفر من کار ندارم خب برادران عزیز اینجا نفرها زیاد شدن اینجا برنامه اونجا 2 ساعت میشه من نمیخوام که برنامه طولانی شه برادران عزیز شما را قبول میکنیم پس اون خداحافظی میکنیم از داخل حکومت میکروفون تو هم بکشه بفرمایید سلام علیکم برادر عزیز و علیکم السلام ما داخل حکومت روسیه برادر عزیز همی در برنامه برادر محمد اقبال اشتراک میکنیم همی اخیری وقتا دیدیم که شما را بسیار دستگیری میکنه خوبه ای کار و چه بگم باید باشیم همیشه مبارزه را تشویق بکنیم کاروبار حکومت گفت شما باید یک طرفه شوه این گفت درسته نه که برادر من در اومده بسیار گپای به معنی میگه
راستی بسیار یک گپای بیدلیل گفته سی گپا خوب نیست. رحمان فلک همه میشناسه دیگه. رحمان جای تفسیر ندارد. دیکتاتری نسایشیه. امروز اگر که برای لایک میگه که دیگه محکم نمیکنه، اگر نه محکم کگی را هوی نمیکنن. یک سوال هم برادر عزیز نگاه کی برادر عزیز اینجا اگر یک نفر یک چی میگه با یک نفر دیگه میبره اون نفر. برادر عزیز فکر نظری مردم باید ما قبول بکنیم. یک نفر اینجا برای حکومتی بگه که همین رحمان پیشوای ملت به حد آدم خوبای با من خیزم قطعو انسان شپ و شپ بکنم. نه، او فکر نظری همه آدمه، او طرفدار هوایه، میخواد که همین تعریفش بکنه برای که میچکه زندگی انسان خوبه همین خیلی. وقتی که من مثال رحمانوف میگم که رحمانوف دزده، رحمانوف خوینه، رحمانوف وطن فروشه، باید شما منم قبول بکنید. شما دیده شده که بدخشان فروخت، اصفهان را فروخت. من پیش خودم نگفتم که رحمانوف خوینه. رحمانوف یکی از دیکتاتورهای عصر زمانه. باور کنید. خب بفرما برادر. 100% برادر. امروز اگر 9 میلیون و 10 میلیون داشته باشیم اهالی تاجیکستان، 9-10 میلیون همه هر فکر داره، نمیشه که مجبور کنی که فکر مرا قبول کنی یا فکر مرا قبول نکنی. در این برای فکر میکنم آدم میدارن باید گپاش نبزنن دیگه. قضاوت چه مردم خودش پای میبره، مردم خودش میکنه حتما. یکی هم برادر و یکی هم خیلی گپای بیهوده میزنن یا با برای شما هم زندانو را سیر بکنین چقدر زیاد شدگی. و یکی مبارزه به نام میدانشان قبل ازی در مثلا در حزبا بودن ایاشم میدونه چندین نفرای به صاحب هستن، چندین نفرای هستن که خانواده هاشون نمیتونن نگاه کرده. اونا محکمه. اینا برادر خودی الماز محکمه، برادرای دیگر محکمه. یک قضیه که میبرن 10-15 سال پیش محکمشون که یعنی که با 10 سال 5 سال از بین گذشته با اومده در قضیه هاشون مدعای نو ایلاوه کرده سن، همو زندان ها را پر کرده سن و بازم طولانی کرده سن که مردم بترسه. ای به خاطر مرد امی ترس مردم های، ای به خاطر چیزی دیگه نیست. همی های کسی قربان میشه، کسی چی میکنه، اما ایو را باید نادیده نگیریم. اما را باید فکر کنیم اول واقعا ایمو هر گپ میزنیم به ضد این ملت های یا که ای طرف ملت های واقعا. انا دیگه مسئله که بود گفتم به شما هم برسونم. یک برادرها هست دیروز در برادر محمد اقبال هم گفتم بسیار وضعیت زندانی ها بدای اخیری وقتا به نهایت عذاب زیاد شون میتن در سیزا. انا در قضیه برادر هم یک دسته معلومات بود، امورم یک ایسوسوکافتیم پیدا کرده. وقتی همین برادر اختم مایرسیه میبرن همونجا وقتی که بعد سود میتنشه 23 سال با فکر میتنشه نه؟ بله 23 سال میتنش رو اکه چرا اینا مثلا بازی یک نفر میبرن، یک نفر ای اروپا که میارن چند دلار سر یو پرسپاس میکنن. نکی بعضی دیروهای هسته که اما خیلی میمونن یک نفر میپرسنش تا وقتی که آدم دیگه من نقپن. همین خاطر بعضی معلومات های بود که پیشکی وقتی که خیلی اکه ترمو معلومه برد میبرن میزنن اونجا مرده ایلیل نبا کلم میگیری. یعنی به همه معلومه هر همون میزای توکی و دیگر زرمایی که هست. اما معلومات هایی که میته نسبت دیگر برادرهایی که هستن نسبت عبیدالله سعیدی، دیگر برادرها سهراب ظفر، دیگر مبارزهایی که هستن درباره همونو معلومات میته. اینا بعدی با میقپن میبرنی نسیم شریف یک
این رهبر کوری 24 سهراب ظفرم یا چند معلومات های همو برادری خود دادگی در اینجا غلط میبروی ای سهراب و دیگر رو میپرسن و همین خاطر نگلگی میکنن با میبرن 7 سال دیگرش میکنن میبرن 7 روز محکم میکنن در سیزو خوب از اون بعد میبرن 7 سال بدون یگان سود بدون یگان ایسوسه هم که قرار قبول میکنن میبرن 7 سال دیگه در برادر اضافه میکنن این یک روی همین ناحقی همین حکمت های یعنی قانون نیست لبای کسا بخواه چیلی که بخواهن میبرن محکم میکنن اگر که مردم بدونه که امروز همین مردمی مبارزه چه در ترمه ها عذاب میتن باور که فکر نکنیم 1 ساعت دیگه بشینن این مردمی تاجیک نکی حکومت هم همیشه همون کسی را که معیوب کرده یا که عیبین برده هزارها نفر هستن که در ترمه ها مردگی خانواده هاشون هم دهنشون بستگی هم که یگان گب نگن بردگی هم که گور کردین یگان گب نمیگوی اگر که میگوی واقعیت میبرم و یگان کاری دیگرم سری باقی خانوادت میزنن میبرن میشنونند بله برادر عزیز یا جهان تشکر اینجا من آخری برنامه است برادر عزیز 4 نفر دیگه هستن یا قبول میکنی واقعا من برای خودت یک باری میخوام برادر این گپایی که میزنن که اهمیت لایک نیست یا تماشاوی نیست آغاز یعنی همه کارم خیلی کم کم پرابلم داره اما یا برطرف شدنی ای و همون سگای هستن که دایما میجکن و باید شما کارو بارتونه بکنید و بدونه که مردمی که امروز در درون حکومت اکثریت علاقه قطعی مبارزه اکثریت یعنی قطعی مبارزه بودنشون یعنی طرف دارن اونا هم به یک راه میکوان که همین حکومت هر چیز زودتر بین بروه نکی به هر حال باز هم برای شما موفقیت میخوام تشکر که منبر میتین هر کس میاد کارش نمیگه و خلاص همین معلومات هایی بود همین امانتی بود که اول برای خودت رسوندم برات الماس تشکر زیاد نکی چیزا رو اهمیت نتین و پیشروی کنی باید باز هم خوب میشه و خطایا که دیگر کسا کردن نکردن یک خطایی بوده که همو باور کردن همکاری کرده بیشتر همو برادر شما یک فریب خورد همه یک فریب میخوره و فریب خورد واقعیت حتی حکومت هم حس همکاری کرد باید همونجا یک همو چیزایی که در همو اولی پرسیشش در میترمه گفتگیه همی برادرهای دیگر رو بپرسید اونایی که در برشان بودن گپی حق با میرسونند با میفهمونند و خاطر که خیلی خودش نقاطگیه حتی که ما درون نبودیم در مسکو هرچی گفتگیه داخلی همو اتاقی دپراس شنیدگیم ای پیشی کریزه با نوشنیکا میشنیدیم نه که به هر حال حتی چی قدر حقیقت را گرد اطرافی اونها به هر حال یا باید همه مردم بدونه اما باید بفهمه که دیگه وقتی اومده که خاموشی بس بدهگه همه باید بخیزه که باور که خونه هم را سوزون این در تاجیکستان هم ببرکتی آورد باور که در همه جای تاجیکستان یا جزیره بادیه یکان جای آباد نمونده این با روز زمین لرزه شده سک صاحب داره خانه مردم ویران شده هیچ کسی برادر عزیز یا جهان تشکر من راستش برادر عزیز ما در برنامه یک کوشش میکنیم بدریم حتما برادر رو دعوت کنیم برادر رو بدرین در برنامه برادر رو گپ زنیم لایک مونین هر چیز زودتر مخدمون باید خلاص کنیم نه کسی دیگه ای بمونینی اما آمد اقبار راست میگه پشتت که بخوره و اما انگوشتی خودت میخوراریش ای گه پاگه را بمونین اما هر چیزی بشینین یک مسئولیت خوب کنین یک جایه چکر که خود میگو باید یک کار بکنیم اخی باید همون کار کرده شو واقعیت خدا نگهدار گرم نیست برد درمونی شده اوکی خدا نگهبان سلام علیکم خب برادران عزیز به طرف نباشه
بگم که کسانی که وارد استودیو شدید یا که وارد کانال ما مهمونی برنامه هسته برادرای عزیز آبونه شوی برادرای عزیز بمونین لایکاتونا انشالله که چند نفر دیگه هست پسان خداحافظی میکنیم یوروپا دباوید کنید سلام علیکم و علیکم آقای آلماس بله در برنامه قبلی گفتی بیاد مقصد یک جویا شویم دستی مقصد توجیکستان آباد کنیم چی باش ما با موحدان یک جویا نمیشویم در جوان موحداتون که یک جویا بشیم چی باش ما ای کفر و شرک های کدگیتون توبه نمیکنیم بعد میگن که شما تکفیرین شما ای خیلین او خیلین بیا با سوی الله بازگرد شما در گیجوه همین شما در گیجوه من بگو یک جوتونا نزدیکی دایم اخی نزدیکی همون توجیکستان دایم بیای این رقمای تلفن بیای زنگ بزنه کو یک سری هم مسئله بیای مخی شما برای سری شما نمیدونن برادر عزیز شما را یگان نفر چنی که من میخواهم آزادتون نمیگذاره یگان حزب حرکت آخه تو نام گفتستی ما گالوبویو را آزادی میتونم هر کسی که خیر بخوازیم اگر مردم ما هم خیلی باشن برای چی من آزادشون نگذارم استغفر الله العظیم مگر پیغمبر همین خیلی آزادی میموندی مخانس را پیغمبر همینا نبودن پیغمبر هر کی اگر اسلام باش سر یورا میگرفتن تو نخو همین گپ در دور پیغمبر یهودیا زندگی نمیکردن خریستیانا زندگی نمیکردن یا جزیه میدادن و تاریخ خبر نظر کن انا همون چیز میشوه تمام همون جزیه میتین تمام چیزی که شریعت محمد بود که اونا رو همون چیز میتین که خیلی نیست که اونا آزاد باشن که میخرن میگردن دیگه اونا آزاد در دین و مذهب شونن یکی همون جزیه را میسپارن یگان گپ دیگر نیست همون محمد اقبال برای سر موعدات سو مونده 100,000 ایش اخی کرد و شما همیای آزادی شما عزیز همین شما در گیجای من همین حیرون نزار میشم ده دنیا را که میگوی گرفته ما که در کنج موندیم او بیا یا جویشم بریم همون رحمان فای یا طرفش کنیم شما اول بسوی الله باز بگردین شما ای کفر کردین توبه کنین شما میگین ما دموکراتی هم میخوام برا جورا چه خیلی دولت میخوای همتاری بساز شما دعوتون میکنه که بیای اجایش بیا سر یا مسئله بیایم باور که شما ولی همون استادتون همه بران محکم میکنن باور کنی ولی همون استادتون در کافت کال دادگیان شما افغان تماشا کرده که چی گفت نسبت همون استادتون گفت که همون انسان من گفت اگه برای بکشاده من بهشت میره تمام این گپ نوم شگریفت با کیا را تماشا میکرده گوش میکرده به همین خاطر شما فنت شما مسلمان نیستی خوزی اگر سوالت بکنیم که بگیم که کدام روز مسلمانی نمیدونی که کدام روز مسلمانی با میبروی اینجا تیمه میکنه بیا برادر عزیز همین تیمه اسلامی تونه بگذاره یه طرف ما سری باید یک مسئله بیایم که این ظالم از سری قدرت دور بکنیم شما میگه شما کافیره شما خیلی ما یگان پشتم خریستیان نبود یگان پشتم بودیست نبود یگان پشتم نمیدونم یگان چیز دیگر نبود 7 پشتم مسلمان اومدگه میوه توبه کنم خدا گپویی که خب برادر محمد تقایف سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خوب هستید برادر؟ بله الحمدلله خوبه. ای برادری ما میبرایم میگن که شما یعنی دموکرات میخواین یعنی باید با راهی چی گویم اون آدم چی میخواسته باشن هم نفهمیدنی هستم باز یک دقیقه به میفهمیم برادر میخواه که میگه که تو در اون برنامه رو که بیای جای بشن شما بگیم که LGBT را در تاجیکستان بگیم قرار میده اگر همینا اگر LGBT باشن من اجازه چون میتونم بران کارشون کردم که در مشکلی نیست. آخه بچه یک حکومت یک دولتی که 90 چند درصدش مسلمان باشه
شما با من چه LGBT شما را راه بتیم وقتی که نباشه همون چیز من نمیارم این قانون به سر شما را که شما برای قوم لود بشه. برادر عزیز یه دقیقه همجا باشه همینجا یک دو نفر امنا قبول کنم بعد خداحافظی می‌کنیم. حقیقت خوب یا حقیقت برف نیست. عبدالله خب سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. الماس من خواستم همین موحدایی که از حکم کفر کردن همین وقت دیگه وزنم خواهد نیستن. من همین برادرها با سوال دارم. شما میگید یک دولت اسلامی میسازیم. دولت اسلامی همین جاتون شته میسازید یا چخیل میسازید؟ شما وقتی که کار نمیکنید بالای دولت اسلامی همین تکفیرتون و همین کله‌زنیتون خودی دولت اسلامی میسازید چی میسازیدتون شما؟ وقتی که یکم نماز بخونم برادر عزیز کسی گفت بگیرم بخشش زیاد یک دقیقه یکم 5 وقت نماز بخونن مردم برای راست دعوت بکنن بعد یک دقیقه ایستو من گپم تمام کنم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله مدینه آمدن پیش از مدینه آمدن مدینه تیار کردن. وقتی که مدینه آمدن در مدینه مردم دعوت کرده به اسلام تیار کردن به شریعت تیار کردن. در رو برایشون یهودیو زندگی میکرد در رو برایشون مشرک زندگی میکرد در رو برایشون سردار منافقا زندگی میکرد و همین سر نزدن نه که علی گفت که شما باشد پیامبر صلی الله علیه و آله کافر و مشرک شدن پیش این بچه در آمدگی یک دیگه جای سر از حکم کفر کرد. ای برادر برای یک دولت اسلامی ساختن تیار کردن در کار و شما چی کادر دارید بغیر از همه کشتن و بغیر از همه حکم تکفیر دادن؟ همه ابو محمد مدنی شما دولت اسلامی میسازید اون بیچاره که خودش ولی تاگی چادر نبرام دست گوید بخشش سلام علیکم. شما دولت اسلامی میخواید این مردمی ما مردمی تاجیک 100 سال شد در غیر دین زندگی دارد 170 سال در تحت کمونیسم زندگی کرد 30 سال دیگه در تحت این زندگی دارد و این مردم تو دعوت نکرده تو چخیل رفته در اونجا دولت اسلامی میسازه. ای برادر و تو اگر فقط همه حکم کفر کنی در کجا تو دولت اسلامی میسازی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه‌ش اجرا میکرد دعوت میکرد مردم دین میفهموند. شما اومده تو کافر شدگی تو کاکایت استغفر الله. برادر شما وظیفتون انجام دید. شما کی وظیفه داد که همه حکم کفر کنید؟ در کجا خوندید شما؟ بله تشکر زیاد برای دولت اسلامی ساختن محنت کردن در کار کردن در بله اگر با گفت اینو بکنیم برادر عزیز اگر با گفت این تکفیریا بکنیم باور کنیم اگر مردم تاجیکستان نیم شب کشی که بعد من نگاه کن برادر نگاه کن من همین روز نگاه کن مسجد برون نماز بخونن الماس نکنن مردم بگیم که الماس نگاه کن من تاجیکستان با حاجی دانی وریم تاجیکستان با دینی زردشتی کنکرت نرفتاست میبرد دعوت میکند تحقیر میکند با پیامبر تحقیر میکند با تمام چیز اسلام تحقیر میکند کسی کار ندارد نه که تو زبان تکو شدی تو تمام رفتی نساتو. برادر بالا این کار کردن در کار حکم همه کفر بروورن در کار نه برو کار کن بیا یک جا شو و وقتی که تو رفتی یک دولت آزاد تو برو مدی ما 98% مسلمان هستیم برادر و برو این بالا این کار کنیم مردم دعوت کنیم مردم دین فهمونیم اوای خودش دولت اسلامی میشد. رفت هم تو پیامبر اومده همه از بیرق اسلام زده نگفته است که من دولت اسلامی بالا این کار کرد. بله ولی درست کم در با خود بتون. ای برادرای تکفیری شما برادر هستید اونه که با خود بیایید و کالتون قطعی کار کنید تیم کجای دیگه تون قطعی کار نکنید. ای برادرو شما با خدا اسلام سیاه کرده پرتفتید نوم اسلام ده همه جا سیاه کرده پرتفتید. هم در کالا برای چی و خداوند اخلا برای چی دو دستت ای انسان و چی با پیامبر اومده در مدینه هم یهود نکش تا زمانی که
شرطنامه بسته، شرطنامه ویران نشد، با یهودا کار نگرفت که برادر. بله برادر عزیز تشکر زیاد. من آخری برنامه بود راستیش چند نفر دیگه بودم اینا قبول بکنیم با خداحافظی بکنیم برادر عزیز. بله سلام علیکم. خدا نگهبان. خب برادر محمد تقایف بفرما. این آدمی که میخواست دولت اسلام میکند، اول السلام علیکم به مردم شریف تاجیک. آدمی که اسلامی میخواهد و میبروید خیر رنگ مرده گم میزنه، تو برو من توی بعد پشتیبانی میکنم. این تکفیری هم نیست، اینا سگای رحمانوف هستن. اگر در یاد داشته باشین وقتی که ایشان نوردین جان وعظ میگفتن هم مسجد و گریه میکردن دروغا و 70% سگای رحمانوف بودن. فهمیدید؟ پرووکاسیون میکردن که هم مردم چیکار میکنن. نه که ایشان فهمیده بودن که بزا در گردشان جمع شدگان، مردم رو آرام کردن. اگر در یاد داشته باشین که اون سگی مکرم جنگجول کرده بودن. سگای مکرم هم خیلی با پا خستن که گویا که ما مکرم لب میکنیم. همونجا هم ایشان فهمیدن الله حفظشان کند که اینجا سگا پرووکاسیون میخوان کنن. فهمیده؟ اونا هم باشو همین سگای رحمانوف بودن. امروز برآمده است از آیت های قرآن گم بزنه، لعنت کرده الله به ایمان کافری مطلق. اگر هم تو را مسلمان شماره رحمانوف، من تو را کافری مطلق میشمارم، برای آنکه تو هم مرا جزیر کردی. تو از سر مادر و خواهر تاجیک سطر شگرتی، تو ریشای برادرای تراشدی، تو هزاران مسجد را چپه کردی، تو 18 ساله با مسجد رفته تعلیم گرفتن من کردی. امروز میبرد همون نمیدونم چندم رقمی آیت قرآن میگه اگر کسی خون مومن را بریزاند و روی جنت را نبیند و دوزخی میگوید. 600,000 آدم کش خودش. ناشرمیده این گپای میزند. بله لعنت الله به سرت آمدگی است. انشاءالله رحمان روزای نزدیک سرنگون خواهی شد رحمانوف. و همین خاطر این آدمایی که برای هم میخوان که ما دولت اسلام میسازیم، اینا همه عروسای رحمانوف هستن. فهمیده؟ آدمی که دولت اسلام میکند میبرد آشکار مردم رو دعوت میکند. من ندیدم ولی یگان آدمی که دعوت کرده باشد. بله گفتم اگر مردم پرده بیرون نبرآمدن اینا وقتی که همون که رحمانوف شو میتیم با من برویم حتی که پرده برونگلگی. و همین خاطر از جوانو احترامانو خواهش میکنم که داده نشوین فریب اینها با که رفته پدر و مادرتان سموش دزدین. یعنی این گپای اینا با شما داده نشوین. اینها اسلامی خواهای درونی ناخنک عروسای تگ پردی رحمانوف. سبحان الله این کی این خنویسته است. و همین خاطر از همتان خواهش میکنم برادرها که شما هیچگاه این دروغی ها رو گوش نکنین. اینا رو عموما باور نکنین. خودتان رو وارد جهنم نکنین. از همتان خواهش میکنم هموطنان عزیز. بله برادر عزیز جهان تشکر برادر که امجد 2-3 نفر دیگه است. آخری برنامه است. همنا قبول کنیم خداحافظی کنیم. باور کنیم برنامه را زیاد نمیکنیم برای که 4 ساعت میشینیم صحبت میکنیم. مردم میگن که 4 ساعت ما وقت نمیایم که این برنامه شما تماشا بکنیم. کوتاه‌تر بکنیم که بگیم که ما برنامه شما تماشا کرده بتونیم. درست مردم مظلوم تاجیک ما انشالله یک دولت میسازیم. برادر و فیلم چسبید. خب برادران گرامی قدر، خب حقیقت یه بار دیگه سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. اکا الماس برادر عزیز آخر سخن بکنید. ریگری است، بعد ریگری سردار بعد انشالله که انت خداحافظی مینیم.
اون برادر ریگری خوش که منم همین ریگرم. خب انا که الماس باید ساند فریبی هر کس سر تا وایرونا که بدگهارو سلام همه علیکم ایدی برادر. که هیچ نمیدونم بعدم تا هر چی میگم. و علیکم السلام. امیدوارم خوب علیکم هستید. السلام برادر. امیدوارم خوب هستین. الحمدلله. برادر ریگری و برادر الماس ای تکفیری و باوی حیوانو یو ایدین بخبرن. برای ای هر یک خر و خوتیک آدمای امامعلی میدروین هم بزو بزغلوش. برای هر سگ حیوان ایجا سر تا وایرو نکن. اینو همی بلوکش بکنی میپرتوی. ای تکفیری یو ایدین بخبرن. نو سرشونا گوج قدگه خوب قدگه. برای اوه شور شوین. ای همه ما یک کار کنیم که امامعلی لعنت کرده کوزمونیم یک طرفه کنیم. ما مخالفو باید سرجم شویم. تمام هدف ما سرجم شدن ما در کار. یک مثال تلگرام دای واتساپ دای باید کی الماس باید ما جمع شویم دیگه. ترسیدن بسای. مثال من دیدگی هو تو پراموی افیر دوری تو دیگه ای چی میترسی؟ پراموی افیر در یوتیوب در گاب میزنی. پروستا جمع کن آدمای موی پتکلوچت ولی کن. ما برادر عزیز همو دعوت داریم که مردم نه رقمات تلفن ما در روی اکران خواهش میکنیم که بیای هم صحبت شیم، بیای جمع بشیم، بیای سر یک مسئله بیاییم. ما همین هر روز برنامه من همینه. من خیلی یگان تحلیلگر نیستم، بسیار رنگی محمد اقبال یگان برنامه ساز نیستم. من تنها میخوام که مردم در گیردم جمع بکنم، این رقمات تلفن به مردم برادر الماس اگر مردم من قبول میکنه من یگان کار برای مردم میکنم. من میخوام که برادر مردم الماس سرجم بکنم و همین رژیم ای بین ببرم. من میخوام که انشالله میشه. طرفدار انقلابی در تاجیکستان نشیدگی من باشم. من همین چیزا میخوام. انشالله ما باید آدم مثال یکدیگرمون باید دونیم. ترسیدن بسای باید سرجم شدن گیریم. هر کس چنی همو خداوندی بزرگ چند خی عقل و مفکوره داده چنی علم خودش مثال گپ زده میتونه برنامه کرده میتونه. برادر محمد اقبال برادر محدین کبیری اینوی مثال وای خدا داده علمشون به قوت در حقیقت با سوادن. مثال تو چنی عقل خود چنی علم خود من چنی عقل خودم چنی مفکوره خودم مثال گپ زده میتونم. اینم خداوند همو قدرت داده همو چیزا نصیب کرده هر یک انسان ده. ای تکفیری و ای همی یهود و ای منافق بترند در اینو دوده نشوین. اینو یکی از بازی های حکومت هم میشوه که همی هر یک خر خوتی که نیمکولا به عقل نیمکولا سواده میدروره بین شما جنگشته میگردین. انا تو خیلی کن انا با خیلی میشوه. گفتم نه ما هدف ما تنها امامعلی شوه. ما باید سرجم شویم یک کاری کنیم که یک طرفش کنیم. برادر شرافالدین گدویف حرکتش خوب است. مثال انا او کتی باید ما گپ زنیم. ما باید ارمان جمع گیریم. ما برادر الماس ما باید برنامه شما ده مودین کبیری استاز باید رویا همی برادرای مخالف گروهی 24 من سلمان ایکو سلمان بهروز ایکو بهروز وای گروهی 24 انا وای مثال در حقیقت صدقان من اوای تماشا میکنم. صدقان اون مبارز ایده انا مو بهروز سلمان این میگه سلمان نه یو بهروز ای بفکرم. این بهروز برادرم خدمت میکنه و خش به حالش بخدا. بعد سلیمان برادر در گپ ندارم. بعد خودت بعد مهدین بعد برادر محمد اقبال بعد ایجاد با کی است ای گروه 24 من همی تسلیم شدگیم همو کی ده بهروز ده به حد جوانمردی مثال حرکت کننده صدقان جنگ میکنه بر ضد امامعلی.
بعد سلیمان خوبای بعد خودت بعد کی برادر استاد محمد اقبال مودین کبیری استاد خیمیشه که وای سولش رفته و هیچی گفته نمیشه وای اول خی وای هیچی نگو وای هم برای استاد خوب است لیکن از جوانو مثال همی خودتو از بعد کی نامش چی بود فراموش کردم برادر عزیز ما باید کار بکنیم که دعوت بکنیم مردم به سرجمعی انشالله که همه برادرها مبارزن کار ما باید سرجم شویم برادر ما باید مردم مهاجر مردمی که غیر مخالف است اونا را جمع بکنیم اکا الماس اکا الماس همی من یک خواهش دارم خودت که همین وقتی که نمیتریو میبرویم باید گپ میزنن خطای تندر و زیق نگی این خیلی روحی همین مبارزه همی خیلی ده گفتی گپا همه وقت قومت روز گی همین چیز حقیقت هست در روش میگیم خدا گیره تو تاجیکستان میگوید تاجیکستان و توز یعنی دانی من توبه کردم همه سر لیچ کرنی چی نگیاد نشد اسلام برنامه الله گپ میزنی کلمه گفتی گپا 4 صحابه را نمیدونن 4 صحابه را نمیدونن 4 یورو را نمیدونن همین دلوار سفر میبره فیلم میکنه و میکنه توبه کردم موسفیدو مردکو کلون سوال میتیان اسلام درک ندارن در تمام مردم گمراه کردن این بدبختا که با همون با خچو رسیده سودیانده در تمام مردم گمراه کردن که هیچی باور کرده برادر گپ تبریدم هم امام علی توانست که 33-34 سری سالده مردم بسواد کنه شخصا من سوادی فرا ندارم مثال مردم بسواد کرد رنگ گوسپند رنگ گو کرد با گو اوسو میره و ای گو ای طرف میگرده مردم بسواد شد ملاهای کشت زندانی کرد آدمای بسواد آدمای عالم دانشمند گرفت زندانی کرد کشت همه کار کرد دیگه مردم بسواد مونده دیگه مثال من این برنامه دیده مثال برادر محمد اقبال برنامه‌اش دیده کمتر مفکورم شده شد کمتر علمم وسیع شد کمتر هوشیار شدم مثال نسام دل بسواد من دانشگاه داخل شدم معلم شدم آخری برنامه اینجا یک 2 نفر دیگه من امنا قبول کنم ان شاء الله که با بر وقتی وارد بشین برادر عزیز بگیم که صحبت بکنیم ما ایسری برادر عبدالخلیل ما باید هدف ما باید سرجم شدن است باید سرجم شویم خیلی گپ کتی نمیشه باید مثال من پتکلوچت کردن گیریم باید یا دیگرمون باید دونیم مثال برادر ریگری نماخته همه گفتی که با کانال اینه اکا الماس شناختم دامو کانال اکا محمد اقبال هم ختم خیلی گوش کردم منم امی ریگرم برادر ریگر ای جوشی برادر عزیز خواهش میکنم بعد برنامه صحبت بکنه برای که برای که در اینجا بگن دپاتو خور نزنه زنده و سلامت باشه اکا الماس خدا نگهبان تو باشه یعنی سربلند و بود باشه الله موفقیت نصیب بکنه خب انشالله پیروز میشویم برادر رگری انشالله بعدی برنامه قطعی برادر هم صحبت میشیم بنویسه انشالله هر دفعه بنویسه انشالله که صحبت میکنیم مایلش انشالله برادر عبیدالله بروی برنامه دا برومد گپ زد انویم برادر این مبارز نسام دل حقیقتا صدقا مبارزه میبرد ضد امام علی تمام برادر عزیز انشالله که میایم همشون میاین یگان کسی خیلی اتکاز نمیکنه برنامه اکای محمد اقبال دا شما دروین گروه 24 دروی برادر حسین اشروف دروی کتی برادر محمد اقبال گپ زنه هممون باید جمع شویم تمام خیلی پراکندگی بسای دیگه ما باید هممون جمع شویم برادر عبیدالله برنامه اکای محمد اقبال دروی بهروز دروی سلیمان دروی همشون دروی حسین اشروف دروی برادر استاد مودین کبیری دروی باید گپ زنین جمع شوین تمام بسای خیلی شما اگر جمع شوین مردم همه باور میکنه هممون جمع میشیم سراز مثال چپا کردن این حکومت ظالم
زود شکست میخورده. وقتی که شما که سرجم نشوین بی‌زیب میشوید، خیلی نغز نیست. انشالله سرجم میشن برادر عزیز. خدا نگهبان. اینجا چند نفر دیگه قبول کنیم. باور که ما گفتم 2 ساعت میشه و 3 ساعت میشه برنامه. خدا نگهبان. خدا نگهبان. خب عزیز بعد سردار برادر عزیز. خب عزیز میکروفون تا بکشو بفرما. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. آغازا میره و اکا. سلام علیک به همه برادرها. راست میگنم اینجا همه کسا گپ زده ایسان 100% راست گفته ایسان. انشالله که همه فهمیدگی های همه میدونه که چی گپای وقتی هم سرجم شدن رسیده است. همه در کار نیست همون بفهمیدگی ها بس اگر که همین سرجم شیم انشالله که همش خوب میشده است. باور که خیلی نفر زیادیم. انشالله که اگر ما خود میبینم همینجا مردم گپ میزنن یا که در پیش اون کس گپ میزنید همه آگاه هستیم، همه را تماشا میکنه تیخه هر کس با اون نین خودش تماشا میکنه. پروستو ایش میترسه که در بین ایش گپ زنه اون کس. بله این هم گفتنیم اکا. هم برادرایی که هستن سلمان خالقوف، حسین اشرف، استاد نویدین کبیری، هم برادرها بدرویان مردم به حد عجیب شده همش انشاءالله سرجم میشوند. من نمره تگرفت ما کلمه ما می نویسم بعد برنامه انشاءالله خیلی گپ میزنیم در مسئله. تمام. خیلی خدا نگهدار تو همه برادرها. خدا نگهبان. برادرای عزیز کسانی که بگیم نوشته شده در واتساپ انشالله که بعد برنامه من به هر یک قدم شما مثال هم صحبت میشم یا که می نویسم. باقی خدا نگهبان برادر عزیز. گپ نیست که زنده باشه و سلامت باشه. خدا نگهبان. خب جلد سردار بعد همین خطی انشالله. سردار بفرما. غم دادم نه که اکا بخواه بخدو راستی که ما بخدو اکا یوتوبم کم بودی دوش اکای عبدالخلیل ما فقط دیدین سینی با همی سترین تماشا کردم میتونستم و بعد همو گپایی که من صحبتایی که من خطی شما کردم و یک آدم برومد نسبت شما ناراضی کرد و ما برومدم نسبت اون ناراضی کردم. من اول معذرت خواستم گفتم که من معذرت میخوام بخشش میپرسم اگر ناراحت کرده باشم و او ایمان ناراضی کرد. تو است خیلی وقتیم ایره یک کنار میگذاریم در برنامه آینده من انشالله که او کرد دفعه دیگه یکم نه بعد همو داخل میشم و خواهش میکنم مرا نبرارین. اگر مرا قطعی همو پوشنه که همو ما همو بخشش بپرسم چون که او مرا نپراوی نفهمید و او هم بسیار گپای باز دوزد. وابشی نیسود بچه ها در ما پول نیست سرلست نموزیم بچه ها که گرد دادن و بچه ها آفرین کانتون افزانی رحمت با پدرتون هم که گذابت هر برنامه که در هر کسی که میبروین تکلیف اینه که همه مخالفو در برنامه همه مخالفو بدرویان صحبت کنن شما ایره تره بود کنین و همین подписчикой Акай Мухаммад Иқбол, подписчикой бародар Беруз Хулдиқов, подписчикой Устод Нуридин Кабирӣ. Бигирен ҳаматон нохи ҳаму духтуна тириш кардагем. Бигирен ҳаматон даитон подписат акнин нохи. Чарда ки бародар Абдухалид 5 сол 5000 подписчик хати токая мерава охи. ҳар шумо дорин дисатаи شما در کسات نداره که ما همچون مخالفی شما مخالفی همو امام علی مقصدهای ما هم یک ایوخی چی با طرفداری و یا شما را طرفداری نمیکنن طرفداری شما و یا را طرفداری میکنن این خیلی نمیشوه. خیلی بیا نکنه طرفداری شما برام طرفداری نکنن طرفداری او شما طرفداری نکنن حقیقت بیستی حقیقت همون لغلق نمیکردیم. طرفداری همو استاد مویدین کبیری طرفداری استاد محمد اقبال و گیره نخی طرف هم همید استاد همید
Muhiddin Kabiri و استاد محمدی خوب همین برادر عبدالخالق دوست می‌داره در برنامه‌اش می‌دروید صحبت‌های تلفنی داره طرفداریش هست و دیگر بگیر یورم دستگیری کنه نوخری انشالله که همش خوب میشه برادر عزیز. مثلا علامه نسام دلی میشینم فکر میکنم 500 600 تا 1000 هم می‌دروید نه که نه подписаться نه هیچی نه باور کنید برادر عزیز ما 600 چند نفر تماشا داره. بگیم که برادر عزیز ما ولی 200 دونه لایک کرده نتونستیم. خواهش میکنیم برادر عزیز به طرف نباشه بمونه نمون لایکاتون آبونه شوه در کانال ما که ما به یک جا رسیده بتونیم. اکا عبدالخالق ترانی و خدا همه وقت خطیت یکم برای سر کمان گفزنی را مینم نمیکنم تو این همه تو پاسه نگفزنی گفته سم که یه مردم بگیریم подписаться ما عجزم فینانس و یوردم نه اومده سر نه که نمی دهانم خف کرده سر در برنامه همه در اومده سم گفته سم که ای مرا اوجه همسویام شناخته سم ما اوجه در کوچه подозрительный شدگیم برنامه خدا یعنی کوچه ما подозрительный قاتلگیم اوجه نوشته سم در واتساپم نه که پلیوات ننیخ اما بگیریم بکنیم ای بچه محمد اقبال را دستگیری میکنی هو میکنی تو значит دوغ ترش دگی دوغ تا ترش های اوجه در پیش حکومتی او بگی ایران بکن تو برای اون فقط برای محمد اقبال مبارزه میبری نه اخی تو مبارزه تو فقط پروتیف امومالی های значит همین مردک هم مقصد محمد اقبال قدیم محمد مقصد عبدالخلیل سلمان خلیقов و عبیدالله همه یک های значит تو باید همه را پدرش کنی همه را تو باید پدرش کنی اگر همین تو بخواهی کنی محمد اقبال با مقصدش برسه عبیدالله با مقصدش برسه عبدالخلیل با مقصد برسه سلمان خلیق با مقصد برسه همین مخالفا با مقصدش برسه تو значит باید که همه همه همین 5 تا باید همین 5 آدم هم خیلی چلیک تبجه کنی 1 مینوت وقت نمیره نه آشنیک تبزن اگر زاود لیشتم من مخلص همتونم من وقتی ندارم که همتون تماشا کنم تلفن ما در یک جای میمونم ناوشیکو میزنم گوش میکنم تو آخری برنامه تا یگان ویدیو اگر در این موبایل نشون بتین یگان کانال یگان کوسو همون 2 مینوت 3 مینوت وقتی میره کار ما میپرتم یا میشین تماشا میکنم اوه چیه پای برادران عزیز برادر جا در واتساپ برادر زیاد نوشته است جان من انشالله که بعدی برنامه به هر یک کدوم شما می نویسم خواهش میکنم همه خیلی بگیم که فعال باشه برادر عزیز امروز زیاد نفرها در واتساپ نوشتن میخوان که یگان بگیم که هم صحبت چوان یگان کار بکنیم به همین خاطر برادر عزیز رقم تلفن در روی اکران هست شما میتونید که طریق این واتساپ نوشته بکنه انشالله که یا که می نویسم یا که زنگ تون میزنم هم صحبت میشیم یک کاری میکنیم که انشالله سرجم میشیم بگیم که این حکمت بین میبریم برادر عزیز سردار خدا نگهبانت آخری برنامه بود انشالله که در برنامه های دیگر کمی بروقتر بگیم که بیای من راستش میخوام که برنامه ایده ساعت طولانی نشوه نه که امروز وجه قریب 20 دقیقه بعد بگیم 3 ساعت میشه به همین خاطر برنامه را 2 ساعت میخوام دیگه زیاد طولانی بکنیم برای که برادر عزیز دیگه خدا مردم من هم 2 ساعت بگم انشالله که کافی است برای که ما را 800 900 هزار نفر تماشا میکنه باور که کو وقتی تو 200 لایک نمیگیری باور که دلت میمونه که ممکن واقعا مردم طرفدار رحمان فن که مثال من دستگیری نمیکنن مثال من همیشه میفهمم وقتی یک انسان دستگیری نمیکنن значит میدونه که بگیم که طرفدارم نیستن و دیگه میمونه میره و همین خاطر من از 4 ساعتی دیگه اسپاس 2 ساعتی میکنم برنامه را همین خاطر دعوت میکنم که کسانی که میخوان صحبت بکنن یا که فکر نظرش بگن برادر عزیز یکم اچرت باید شما آبونه باشین که شما بدونین که کی برنامه من شروع میشه بعد از این
بگیم که بیاید فکر نظرهاتون رو بگین، در کامنت ها بنویسین فکر نظرهاتون رو، به طرف نباشین. برادر سردار که ان شاء الله بعد خداحافظی می‌کنیم. خب زیادتر وقت نمیگیرم، معذرت میخوام که برادر بخیر اگر من در همین جای توضیح میبدم من چیکار میکردم. همین در همین حالت که آدم بیدار میشید 10 تا 15 20 آدم همش پتکوچت میکردم، میرفتم ایپای دیگه کارو میشیدم، نماز تورات یکم تلویزیون تماشا میکردم، همون آدم پتکوچت میکردم، همون آدم یک بار پاپرو بکن خواهش میکنم. او 4 ساعت برنامه میکردی، حاضر گفتی که 2 ساعت میکنم، نه 4 ساعت برنامه میکردی، پوسکای 6 ساعتش بیاد. پوسکای همه برادر عزیز نگاه که برادر عزیز ما همینجا تا 1000 نفر همین روز بگیم که 700 نفر یک مدت یک چند دقیقه ما را 700 نفر تماشا کرد. باور که بگیم که ما تا 200 دانه لایک نتونستیم کرده. وقتی که 700 آدم تماشا میکنه 200 دانه لایک نمیگیری برادر عزیز، باید که بگیم که کمش میکنم وقتا. اگر بینم که مردم طرفدار برادر عزیز من بیکارم، من میتونم که 10 ساعت بشینم در این میدان صحبت بکنیم با مردم، یگان مشکلی نیست، یگان کارم ندارم، میخواهم من که این کارا بکنم. لیکن وقتی که همین طرفداری نمیبینم چه من مثال بخیزم 10 ساعت مبارزه برم 2 ساعت. برادر عبدالخلیل معذرت میخوام گپ تمام برم. تو خرد یک شخصیتی هستی که بسیار لفظ شیرین داری و ملایمی. تو یک بار همین خلق همین وقتی که 10-15 نفر میشوند همواره همشا پتکوچت که همین استودیا بگیریز کو ایش بگه تو مومدی تماشا که چه خیلی میخیزم دیتوریا. برادر عزیز من نمیخوام که خیلی مثال بمونم بازارش بکنم. نمیخوایی تو یگم دیگه با یگم لفظ خطی نمیشود، گپ زدن نمیشود دیگه. یگم خیلی یک بار پروسا پاپرو بید که اگر نشد با در برنامه اونو میگه من همین سردار را گوش کردم اخمق شدم، من همه تا نظرم میخوام تمام پروسا یک بار خویش میکنم. واقعا اگر برادر عزیز من اهمیت دادم اگر 2 نفر بخیزن جنگ بکنن، همون جایی که همون نفر برامد تکفیری صحبت کرد اونجا ما را 700 چند نفر تماشا داشت. اگر یک بگیم غوغا یک جنگ یک چیزای بگیم که همین یوتیوب هم نمیدونم ریکامنداسیا میکنه خچم. وقتی که آرام صحبت میکنی باور عمولی ما همونجا یکم بودم در این برنامه ما برامدم گپ زدم، چند قفسی ما اون برادر برامد گپ زد، ما که حسابی که در یوتیوب خیلی تماشا و گوش کردن نتونستم بود اومده مرا قبول کردی. بعد من گفتم او مرد چی گفته سعی سوسه کرد ای که اون بچه‌ای که بچه‌اش در قرقیزستان بوده ای خیلی ما دیگه وایران ما گفتم اگه من مقصدم جنگ کنم، من مقصد من این بود که اول همون آدم برداره بگم برادر من میبخشی که من اگر تو را خفه کرده باشم. برادر سردار بگیم آخری برنامه خواهش می‌کنم خداحافظی کنیم. من اگر خواب ندارم من خواب نمیکنم، واقعا خدا نگهبان باشه پناه بخش تو برنامه آینده در پناه الله خدا همتون نگهدار باشه برادر. خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر با این یک نفر دیگه سوالی مردم. برادر عزیز میکروفون تا بکشو بفرمو. سوالی مردم. و علیکم السلام. حضرت اینجا خوبه؟ تشکر الحمدلله خوبیم. من همین میخواستم بفهمم همین بله بفرمایید چه میخواستید بفهمید؟ یک دقیقه اوزی
هم یه دقیقه بیست برادر عزیز. خب ای وطن. السلام علیکم. و علیکم السلام. ما میخوایم که اگر همه امام علی رحمه الله ببینیم در گاگا در ترمی گاگا چیکار کرده رحمانوف در گاگا؟ در ترمی گاگا میخوایم ببینیم شب. گاگا ترما نیست، گاگا یک دادگاه های در همونجا نفرها را میتیان که بعد بگیم که اونجا جای بگیم تقدیر انسان حل میکردگی های صوتی بین المللی. خب برادر عزیز، انشاءالله که رحمانوف سری رهش انشاءالله که چیم زدگیم، انشاءالله که در این کار ما مخالفین موفق هم میشویم که رحمانوف به گاگا میکشیم. رحمانوف گفتگی بدن رحمانوف اصلاح بشه، رحمانوف جای کار پیدا کنه، رحمانوف سوید بته به مردم، رحمانوف هزار مشکلی ها بود، رحمانوف به خوبی شرمندت بینیم در روی دنیا. این کلغاوس گوش نکرد مردم. اونه که تماشا بکنی در گاگا میتیم در روی دنیا شرمندت میکنیم. اروپا دیگه اومده نمیتونی، فقط همون سردنی آسیا تنها در بین همو بگیم که 4 تا دیکتاتوری دیگر بگیم اینت بواید میگرده خلاص دیگه، بگیم که نمیتونه یگان نفسی آزاد کشیده. شما را در وقتش میگن که بیای به خوبی همین کارا حل بشوند، بیا جای کار تشکیل بکنه، نمیدونم سوید بته به مردم برای سخنی آزاد نبر زندان نکه، این چیزا رو میگن نمیفهمه. بعد در گاگا میتیمش انشالله که با نجات هر بچه ها جمع شده سودیان، انشالله که داریم مردم سرجم داریم، تعداد مردم هم کم نیست، زیاد هم راستش می نویسند. من یگان محل به مثل دیگر انسان ها بگیم که تعدادی طرفدار ها ما نشان نمیتیم. یگان محل نمیگم که بسیاری بچیده، باور کنی من این چیز مخفی فقط میمونه. کاری من دعوت های من هم یک سیل موندگیم که تا همین آدم قطعی من بشوه، انشالله که من وارد میدان میشم، همه کلیچستا انسان من انتظارم بچید. انشالله که همون روزه که بچید دیگه من در یوتیوب نمیوه، من میبرم میرم این کانال. خدا نگهبانتون. یگان در یگان برنامه های دیگر میام بگیم که یک چند دقیقه صحبت میکنم دیگه، بگیم که میبرم میرم اروپا، در یک میدان دیگر میرم میدرم که بزیدی تهران ظالم بگیم که مبارزه ببرم. به همین خاطر پراست من دیگر راه دعوت ندیده شدم. حاضر من تنها میتونم که مردم همیشه سرجم بکنم. این رقم تلفن هست برادر عزیز، به طرف نباشه، بگیم که بنویسه، هم فکر شویم هم عقیده شویم، ما یارو برادرام نبفهمونیم، بگیم آدمایی که در همون کوارتیر هستن اونا قطعی هم صحبتی بشیم، آدمایی که در همون کارخانه مون هستن باید اونا رو بفهمونیم. بگیم که یک نفر میتونه که 10 نفر دیگر را جلب بکنه، یا که بفهمونه که نمی کارا را باید ما بکنیم. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه، آبونه شوه، بمونه لایکاتونه تا برنامه های دیگر. برادر عادل همینجا با مادر بار دیگه قبول میکنم، باید خداحافظی مینیم. خب برادر عبدالخلیل عذر بخشش و برادری که دو برآمد که خیلی چی کردن فهمیدم که عذر بخشش قبول میکنیم. بین اینجا پروگرام برنامه که رفته است ما در اینجا باید یک دیگه رو خمید نکنیم، یک دیگریمون پس نزنیم، یا دیگرون چی نکنیم. و هم یک نقطه داریم، یک همی او رو میداریم پروکسی هم دیکتاتور زدن در کار تمام. و بین دیگه خیلی بسه بین خمون یا دیگر پس زدن این دروتری هم چیزای دست میوه در میرو کورتونا کدام بگیرین، چیزای دست میبره بیدور کدام فایروت کدام فار نداره، گاب زده میتونه برو گاب زن شیکا که چکوره که در همین دست میوه آیم چی
کارت پیش بردم بگی انشالله ماش میشه تمام دیگه همین بین برنامه ده چی گپی کشید سپورت کندن هم بگی برو вообще بگی заблокируют که برو تمام فهمید вообще باید تقدیر نشود هم خیلی گپای هر خیله و یک دیگر نفهمیدم یا هر خیله باید نشود یک فوت همین چی که یک فوت همین باید یک چیشم دام یک پروپاگاندا ماشینشم تمام فهمیدی فقط ماشین ما هم نقطه ما همین راهی ما پروت دیکتاتور تمام بس یا دیگر پازدانی و یک دیگر تقدیر کردن حقارت خمید کردن این چیش این برنامه دو ممکن نیست вообще абсолютно کاری ما همین خود برآمدیم رو زده سی برآمدیم که تکلیف چی کردی فریاد کردی ما باید پروپاگاندا خود ماشین خود پروت رحمانوف باشه точка دیگه یگون کس خیلی چی نشود به سوادی برو گابزن کورسوادی گابزن ده کنی وای ده مردای зато شری مردی ده همین راه برآمد فهمیدی همیشه خداوند رست میتیا برکت قوت میتیا چما ای کونلسی هر علمای دوشامش کونلسی بس همش چاپلوس کونلسی проститутка بدم برآمد رفتن کافه رحمانو разве не так разве همین راست نیست راسته فهمیدی راسته چیزی دست میبرد همین راه برو گابزن تموم بس دیگه یک دیگر پاسکینی و یک چی هم کسی که چیزی میگه همین سکوندا بگی برو заблокируют چیکار ما باید هم یا پروپاگاندا داشتیم برای پروپاگاندا خمون ماشین هم یا پروپاگاندا که داشته باشیم فقط طرف رحمانو точка بس دیگه تمام یگون خیلی در کار نیست برادی گابزن با همین راه تکلیف که چیزی که همین فکر دارم چیزی که میخوای دل میخواد آواره گابزن نه که ایدین سی گپی هم تو باید در همین راهی مخالفی در همین راهی انقلاب تیار باشه برای رحمانو فهمید هر علم شاعر هر پروفسور هر دکتر قاورو بالادش علمایی که با سواد داشتیم کنلس رحمان شدن چاپلوس شدن продажи шкурочна رفتن کوموندی یا برباش شنوندن بله برادر عزیز آخر برنامه است خداحافظی میکنیم برادر عزیز تشکر زیاد давай برادر تو آینده برنامه تو ان شاء الله بود سوازست خدا نگهبان خب برادران گرامی قدر با همین آخری برنامه میگم با یک نفر دیگه اومده است خیلی که برادر عزیز من شما را قبول نمیکنم برادر که اسمایلیک موندگی بینامی بفرما سلام علیکم نفر که اسمایلیک موندگی بله میکروفون تا بکشو بفرما سلام علیکم و علیکم السلام برادر سلامت خوبه تشکر موضوع چیه موضوع همین که مردم ما اینقدر تحقیر میشه و سبب در چیه که حکومت ما یک بار صدا بلند نمیکنه سنی روسیه که پشتیبانی ای مردم بکنه برای که حالش دیکتاتوران خدا برده نفهمیدم این برادر برمد کو خب برادران گرامی قدر مینداری میکنیم که کسانی که در برنامه ما اشتراک کردن فکر نظرهاشون گفتن بگیم که کسانی که لایک مونده برادرای عزیز به طرف نباشه همون لایکاتون بگذار آبونه بشین برادرای عزیز ما یک روز پس برنامه داریم به همین خاطر تا سرجم شدن این ملت انشاءالله که ما هر روز یک روز پس انشاءالله که برنامه داریم بگیم که تا سرجم شدن همین ملت ما باید یک کاری بکنیم که یک روز پیش یک کمتر پیش به هدف همون برسیم به همین خاطر برنامه های ما که ما با مردم هم صحبت بشیم ما فکر نظرهای خودمون بگیم کمبودی های حکومت بگیم بگیم که حکومتدارها را میتونن که بیان صحبت بکنن مثال طرز مثال که ما ناحقیم یا که ما داریم دروغ میگیم نیم چیزا نشان میتیم با مردم کمبودی ها را یا که در تاجیکستان نمیدونم معاش اگر 10,000 شده باشه یا که 15,000 سامان شده باشه بیان بگن که شما دروغ میگه که در تاجیکستان یا که پنسیه 280 سوم 150 سوم تا 300 سوم بگیم پنسیه میگیرن مثال بیان بگن که ما دروغ میگیم بیان بگن که مردم بختان طرفدار بکنی
رحمان به شما را نداد یک برنامه که بروی صحبت بکنی، امروز من آماده ام که حکومتداران هم بیان صحبت بکنن، یگان مشکلی نداره. دیگه متاسفانه نه حکومتیش هم ببینی نه یگان تا دیگه شکی بیان در برنامه ها صحبت بکنن. خواهش من همین است که برادرای عزیز، من همیقه خواهش میکنم که تنها در برنامه های من فعال باشه، بگیم که آبونه بشین، لایک بمونین، یگان چیز دیگر نه. باور کنیم ما 700 چند نفر بود، باور که ما 200 دونه لایک نتونستیم کرده. وقتی اگر من یکم بار نیست چند بار شد که 800 نفر 950 نفر من در برنامه تماشا کردن، ما نمیتونیم که 200 دونه لایک بکنیم. زیاد من نگفتم که مثال 900 نفر من لایک بگذاره. برادر عزیز، یک بگیم که یک سلی هست که من به همون رفته شدم. باید اگر همون خشوه انشاءالله که ما با پیشتر میریم، اگر نه بگیم که با ما یک راهی دیگر رو میبینیم. خب چند برادر عزیز بازم میگم که تشکر میکنم که کسانی که فکر نظرهاش رو در کامنت ها نوشتن. بازم برادر عزیز، من اگر یگان گپی بیزیب گفته باشم، یگان گپی قبیح گفته باشم، من بخشش میپرسم. نمیخوام که یگان نفر برنجانم. برادر عزیز، میخوام که همون طرفدار رحمان فهم باشی، باید ما به دشنام، به تحقیر، به این چیزا صحبت بکنیم. یا که نمیدونم تکفیری هستی، یا که نمیدونم خیلی پالنی اسلامی میخوایی کو. برادر عزیز، شما من درست بفهمی، شما بار زنگ بزنه صحبت بکنه، من ترا بفهمونم پوزیسیوم. میبره مهراتون در دستون، بگیم همین تا یک سکوند آدم هم میگیره پیچت میزنید. شما با عمدی او سلام علیکم و علیکم السلام اسدالله علیک خون استی. خب شما با عمدی این چیزها نکنی که بگیم با عمدی اونو یک آدمی که در پشت پرده ایکو فقط صداش شنیدگی، با عمدی اون نکنی. اون انسان هم میقپن جهنم جاش میکنن، بس صورت چه در سود میبینی. او آدم مردم با گمراهی دعوت داره. او آدم مردم بگیم که با اکستریمیستی یا که با تروریستی دعوت داره. من در برنامه آینده که انشالله ایسری صوتی همون افغان، همون بگیم ادوکاتش صحبت میکنه، هم زبان فارسیه پیداش میکنم، انشالله که میگذارم که مردم ببینه که چه میگه که کیا را من گوش میکردم. این انسان ها را گوش نکنه شما برادر عزیز، و پیشه گوش را نکنه. اینو بگیم که با زلال شما اگر در تلفن شما دیگه این چیزا میآوان، باور کنه اون در اروپا وش اکستریمیستی تروریستی اعلان شدگیه، میخوان جهنم جاتون میکنن. اگر شما فکر نکنه که اروپا آزاده یا که اینجا قانون های خچه داره. به همین خاطر برادرای عزیز، فریفته خلکی انسان هایی که بگیم که با خشونت دعوت میکنن، فریفته اونها نشه. باور کنه. صدای من نیسته؟ من یک صدا نمیفهمم برادرای عزیز. وقتی صدا نباشه من خواهش میکنم در کامنت نوشته بکنه که صدا نیسته. برادر ما هم اتصام خوب کار کرده شده. خب اگر صدا را هم که نباشه برادرای عزیز، باز هم میگم که یک بار دیگه خداحافظی میکنیم. صدا هست. تشکر زیاد برادرای عزیز. یک دقیقه بعد دیگه وقتم بد میشه. انشالله که در حق ما دعاگو باشه برادرای عزیز، به طرف نباشه. بگیم که بازم دعوت ما همین است که در آخری برنامه که برادرای عزیز بگیم آبونه بشین، لایک تونه بمونین. دیگه ما شما یگان چیز دیگر نمیخواهیم. تا برنامه های دیگه شما را با خدا میسپارم. انشاءالله که
انشالله که باز یک روز پس دیگه با ما برنامه داریم بگیم که خب اسدالله علی من همجا خداحافظی دارم تو اومده همجا من بگیم که بگپ هم گرفته شدی نه احساس که آوازت خنک است آقای سرکت ناشوشته آوازی من خنکه گوشم نکرد من خواهش میکنم برادر عزیز در کسی محقل نیستم بگیم پریچاسکا محقل نیست گبزنی محقل نیست میتونه که بمونین برین یگان مشکلی ندارین من نمیتونم شما را بگم ای کشتال تون بخواب ما بیام که برادری یا که خواهری من گوش کرد نه قبولم نداری 10 مبارز دیگه میره پیش تریجی مرحمت مبارزه بردن میگیری یا که طرفداری کردن میگیری یا که به طرف هستی همون دیدی بره آخه تموم دیگه صداد محقل نیست سیکت محقل نیست اگر تی خدمان محقلی خب برادران عزیز از جهان تشکر تا برنامه های دیگه خداحافظ